درود دوستان عزیز. دوستان چطورین؟ امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه. دوستان خیلی خیلی خوش اومدیم به این ویدیو که قرار آموزش کامل کرکتر WX باشه و خب به هر حال این کرکتر البته تو توگیدر دارم، چون فرق داره با نسخه عادیش. و خب این اولین ویدیو منه. اگه دوست داشتین حتما چنل من ساب کنین تا ازم حمایت کرده باشه. من قرار گیم های خفنی براتون بذارم و قرار استارتش رو فعلا با دونت استارت توگیدر بزنیم. و خب یه سری قاعده ها و یه سری چیزا مثل سرکت ها یا به فارسی همون مدارا توی مثلا نسخه های قبل از این آپدیتش هم بود و خب اینا چیزای ثابتی هن، ولی من باز چون گفتم آموزش کامل اینا رو اول قرار بهتون کامل توضیح بدم و بعد به بخش اصلی یعنی اسکیل تیری برسیم که خب آپدیت اسکیل تیری دقیقا زمانی منتشر شد که خب نتا قطع بود، یعنی 1.5 ماه بعد از اینکه نتا قطع شده بود آپدیت اسکیل تری منتشر شد برای حالا نسخه اورج و خب ما موقع خب دسترسی نداشتیم، ولی الان که نتوجه شدیم میخوام براتون ویدیو آموزشیشو بذارم و بهتون 0 تا 100شو بگم. یه سری نکات کلا این ویدیو 2 بخش داره، یه سری نکاتو البته اگه بخوام دقیق بگم 3 بخش داره. اول از هم من قرار بهتون مدارا رو بگم که مثلا هر کدوم از مدارا یا به اصطلاح سرکت ها چه تأثیری دارن، با چی باز میشن و خب یعنی با اسکن کردن چی باز میشن. و بخش دوم قرار بهتون اسکیل تری رو بگم که بخش اصلی هم هسته و خب چیزی که جدید اضافه شده. و بخش آخر اگه بخوام یه سری چیزا جانبی میگم، مثلا رفتارهایی که داره حالا با برق و اینا چه فرقی داره و یه سری فرقایی که با نسخه عادی داره رو من آخر ویدیو میگم، چون زیاد مهم نیست و زیادم تاثیر تو بازیتون نداره و اصل چیزایی که قرار بدونی همون چیزایی که قرار تو دو بخش اول بهتون گفته باشم بگم. و خب حالا قرار از اینکه بریم سراغ این یعنی بخش اولمون، من با شما بگم که ما 3 بخش داریم برای کرکتر WX توی توگیدر. 3 اسلات داریم به اسم آلفا، بتا و گاما که خب هر اسلات مربوط به یه چیزه. اسلات آلفا شما مربوط به استاتاتونه یا به اصطلاح مربوط به هلس و هانگر و سانیتی و ایناتونه که زیادم میگم نمیخوام اسما انگلیسی عجق وجق استفاده کنم، سعی میکنم اسما فارسی یا اسمایی که مربوطه استفاده کنم تا هم درکش یکم راحت‌تر باشه و هم اگه کلا مثلا هیچ تجربه ای ندارین در موردش بتونین مفهوم و منظورم رو بگیرین و بفهمین. خب بله داشتم میگفتم 3 تا اسلات که 3 جایگاه داریم برای آلفا، بتا و گاما. تو اسلات اولمون که آلفا ما خب چیزایی که مربوط به هانگر و سانیتی و هلسمون باشه. هانگر منظورم مثلا همین گشنگیتون، سانیتی سلامت روانتون و هلستون هم منظورم همون اچ پی تونه که یا همون سلامتیتونه. هسته توی این بخش قرار میگیره. بخش بتا مربوط به یه سری چیزا موبیلیتی و اینا، یعنی یه چیزایی که مربوط به سرعتتون، دید در شبتون و کلا چیزایی هن که متفاوتن. بخش 3 در مورد یا گاماتون بخش اکشنه که یعنی چه بخش یه سری عملکردها هست به اصطلاح و یه سری عملکردها اینجا دسته بندی میشن، یه سری کارهای خاصی که خارج حالا از حالت عادی که میگم همه اینا من جلوتر قرار بهتون بگم. ولی اول از همه با همین بخش آلفا شروع میکنیم و یه چیز مهمی که کرکتر WX داره، شما اینجا یه چارج بار یا یه جای شارژ داریم به اصطلاح که هر وقت این مکس بشه میتونین از تمام جایگاه هایی که توی هر کدوم از این بخش های آلفا، بتا و گاما دیدین مثل همین الان دارین استفاده کنین. اگه شما مدار یا سرکت یا همون مدار همون سرکته یوز بدین اینجا خب جاش پر میشه، شما میتونین با استفاده از این وسیله اون مدار رو بکنین. به ازای هر بار که این کارو بکنین 25% از HP اون مدارتون یا سرکتتون کم میشه و خب یه ردیف یا 2 ردیف از این دستگاهتون از این چارج بارتون خالی میشه که حالا یه سری اسکیلا جلوتر داریم که این نقصا رو کم میکنن یا بهتر بگیم بهترش میکنن، چیزی جوریش میکنن که اصلا قابل دیدن نباشه و رو مخ شما نره. و خب حالا که توضیحات بیسیک و عادی شد دادم قبل از اینکه برم سراغ حالا توضیحات مدارا، بهتره که بگم که دیگه همینا بود و خب اگه شما میخواین فرق کرکتر رو به حالت عادیش بدونین بهتره آخر ویدیو رو نگاه کنین که من براتون فرقش رو گذاشتم. و خب بزنیم بریم سراغ این ویدیو. خب
برای بخش اول خب شاید بگین چرا دست 6 تا مداره یا همون سرکت، که باید بگم خب به خاطر اینکه این 6 تا مدار 6 تا مدار مختلفن، که البته بگم 2 به 2 اینا لول 2 های اینا، یعنی این سوپرایی که اینجا گذاشتم مثلا سوپر هارد سرکت، سوپر نمیدونم این پروسسینگ سرکت یا هر چیزی که هست، حالا من درست نمیتونم اسمش بخونم، ولی خب اینایی که براتون گذاشتم اینجا لول 2 های این مدارهای قبلی هن که خب تاثیر بیشتری دارن و جلوتر حالا با توجه به اسکیل تری یه سری اثرات متفاوت دارن که کلا بگم اینا از اینا قوی ترن. حالا چرا اینا رو با هم آوردم؟ بخاطر اینکه اینا تأثیراتی که میذارن مقدارشون یکیه، فقط اسکنای مختلفی دارن. اگه نمیدونین شما توی دونت سارف توگیدر یه وسیله داریم به اسم حالا بخوام بگم بایو اسکن لایزر یا همون اسکنر لیزری ژنتیکی، همچین چیزی به فارسی میشه، زیستی همچین چیزی، حالا مهم نیست. شما با این اسکنر میتونین مابا رو اسکن کنین. وقتی که شما مابا رو اسکن بکنین به شما رسپی میده برای ساخت یه سری مدارای خاص و همچنین به شما یه چیزی به اسم بایو دیتا میده که شما برای ساخت هر مداری به این بایو دیتا ها احتیاج دارین. ولی رسپی ساخت هر کدوم از موجودات متفاوتی دراب میشه که این دستگاهتون باید یه مدت خاصی روی اون موجود باشه. زمانی که اسکنش کنه براتون یه دونه بایو دیتا میندازه و اون حالا به اصطلاح اون چیزی که باید رو براتون میده، مثلا اون رسپی ساخت این مدار رو بهتون میده. و خب برای اینکه من اگه مثلا رسپی ها ساخت متفاوت نبود و اسکن موجود متفاوت نبود، من روی کلا همین دوتا براتون توضیح میدادم و وارد اینا نمیشم چون تاثیراتش یکیه. ولی از اونجایی که اسکن جداه، من جدا جدا به هر بخوام بگم میگمشون همه رو. اولین چیزی شما دارین هارد سرکته و من سعی میکنم اینا رو تو یعنی یه سری اسم فارسی خودم براشون بذارم که قشنگ مشخص بشه که گفتم اگه واردم نباشین بفهمین چی دارم میگم. اولین مداری که شما دارین اینجا مدار جون شماست که مدار هلسه. وقتی شما لول 1 این مدار استفاده میکنین 40 تا به هلستون اضافه میشه و شما برای باز کردن رسپی ساخت این مدار کافی یه اسپایدر عادی، عنکبوت عادی رو شما اسکن کنین با این دستگاهتون و خب آره دیگه کامل میگیرینش و این رسپی ساختش رو میگیریم و میتونین 6 تا از این استفاده کنین. میبینین هر اسلات 6 تا جا داره، شما میتونین 6 تا ازش استفاده کنین و 6 تا 40 تایی به شما HP میده که خب صرفا این HP که میده رو من توصیه نمی کنم همه حالا اسلاتاتون رو مربوط کنیم به یه دونه مدار، چون حالا جلوتر من دارم بهتون توضیح میدم که هر کدوم به چه کار میان و خب صرفه نیست. درسته میتونیم برای استفاده با این وسیله بکنیشون، ولی خب همونطور گفتم میبینیم که 25% از جونش کم میشه و همچنینم حالا یه دونه از این چارج باراتون خالی میشه. لول 2 همین شما برای آزاد کردن یا همون به اصطلاح باز کردن رسپی ساخت لول 2 برای این مدار هلستون شما باید یه دونه نرس اسپایدر یا اسپایدرای به اصطلاح پرستار رو اسکن کنین که اینا رسپی ساختشون از یعنی مثلا بخوایم پیداشون بکنین شما یه اسپایدر کوین پیدا میکنین، اسپایدر کوین اسپام میکنه از این نرس اسپایدرها. شما میتونید وسط فایت با اسپایدر کوین این دستگاهتون رو بزنید تا براتون اسکنش کنه. یعنی حالا داره یه تلاش ناموفق میکنه پرنده اسکن کنه که میگم پرنده برای یه مدار دیگه است، جلوتر بهتون میگم. حالا من اینم بردارم که زیاد رو مخ نباشم. و خب آره دیگه اینم دقیقاً به شما 100 تا هلس میده و خب خیلی چیز خوبیه، چون میدونین وقتی شما اسپام میشین به حالت عادی توی توگیدر با WX هم هانگرتون صده، هم هلستون، هم سنتیتون صده، هم هلستون. و خب اگه شما 3 تا از این مدارا رو استفاده کنین، چون میدونین هر کدوم یه جایی میگیرن، مثلا لول 2 اینا الان 2 تا جا میگیرن توی اسلاتتون که خب دیدینش، البته دیگه نیاز به گفتن من نیست. 3 تا از اینا رو شما استفاده کنین میتونین مکس 400 تا به اصطلاح هلس داشته باشین. حالا یکی از دلایلی که من نخواستم میدونین چون این 2 تا جایگاه داشت، وقتی که خاموشش کردم یا مثلا کندمش 2 تا هم از اینا کم کردم. حالا یکی از دلایلی که من نمیخوام برای اینا دیگه جلوتر توضیح بدم به خاطر اینکه شما با استفاده از لول 1 سانیتی به شما 40 تا سانیتی میده و با استفاده از لول 2 سانیتی به شما 100 تا سانیتی میده. تنها چیزی که اینجا لازمه من براتون توضیح بدم اینه که
شما برای اسکن لول 1 سانیتی میتونی یه دونه پروانه عادی یا یه دونه پروانه لونار، که میگم من همه اینا رو تو ادیت براتون گذاشتم، این گوشه عکساشون براتون گذاشتم، میتونین ببینینشون که منظورم کدوم هست. شما با اسکن این دوتا میتونین رسپی ساخت مدار لول 1 که حالا سانیتیتون رو بسازین. یه لازم مغزم خوف کرد. و برای ساخت لول 2 یه دونه ترر بیک، اگه اسمش اشتباه نگم یکی از شادو است که برای ساختش یه دونه ترر بیک باید اسکن کنین، اگه اسمش میگم باز اشتباه نگفته باشم. و خب براتون میگم بازم تو ادیت عکسشون گوشه میذارم. و خب میگم اینم لول 1 سانیتی به شما 40 تا سانیتی و لول 2 هم به شما 100 تا سانیتی میده و این کاملا با این لول 1 و لول 2 هلستون یکیه. برای هانگر شما دقیقا لول 1 هانگر هم به شما 40 تا هانگر اضافه میده و لول 2 هانگر به شما 100 تا هانگر اضافه میده. شما برای اسکن که یعنی برای آزاد کردن رسپی ساخت لول 1 هانگرتون، مدار لول 1 هانگرتون، کافی یه دونه هاوند رو اسکن کنین که خب براتون رسپیش باز میشه. و برای ساخت این لول 2 هانگرتون شما باید بریجر یا یه دونه اسلپر، اگه اسلوپر نمیدونم اسمش چیه، یه که حالا می عکسش براتون گذاشتم. شما با اسکن یا بریجر یا اون اسلوپره، حالا هرچی هست، میتونین رسپی ساخت لول 2 این مدارم آزاد کنین و میگم تاثیرشون یکی، یعنی لول 1 ها 40 تا و لول 2 ها 100 تا میدن، که البته جلوتر اسکیل تریو که براتون توضیح بدم فرق داره هر کدوم اینا. حالا ممکن روی سری تاثیرایی میذاره، روی سری تاثیرایی نمیذاره، که خب حالا همینا رو جلوتر بهتون میگم. و خب این بود از این 6 تا مدار و همه اینا مال دسته آلفا هستن، چون بهتون گفتم که همه اینا مال اسلات آلفا هستن. و خب چیز خاصی نمیمونه. بریم بقیه مدارهای آلفا هم بهتون بگم و بگم که چجوری اسکن میشه، هر کدوم به چه دردی میخوره. بزنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ مدار بعدی، من یه نکته بگم که مدار لول 2 سانیتی علاوه بر این که به شما 100 تا سانیتی میده، 2 سانیتی در دقیقه پر میکنه، که خواستم این نکته هم گفته باشم. البته اینو احتمالاً تو ادیت براتون نوشتم، چون میگم من دارم تو ادیت براتون میذارم که هر کدوم کارش چیه، چند تا میده، مثلا حالا سانیتی و هلس و اینا یا هر چیزی هسته و کلا میگم کارش چیه. و اسکن هم زیرش نوشتم، این حتی اگه ویدیو رو بدون صدا هم ببینین قشنگ میفهمین چی به چیه. و یکی از بهترین مدارهای گیم از دید من برای دسته آلفا این مداره، که حالا من اصلا نمیخوام حتی اسمش هم بخونم، بین بوستر. البته میدونم اسم راحتی داره، ولی خب بخوام بگم خیلی راحت به این میگم مدار تاج. بین شما برای ساخت مدار بین بوستر یا مدار تاجتون خیلی راحتون و ناقابل باید بیکوین رو اسکن کنین. بیکوین چیز خاصی نیست، راحت اسکنش با مشکلی نداره خلاصه مطلب. آره البته. و حالا چرا این مدار خیلی بمبیه؟ بخاطر اینکه این مدار به شما علاوه بر اینکه 100 سانیتی میده، 2 سانیتی در دقیقه پر میکنه و 10 هلس در دقیقه هم براتون پر میکنه، که این خیلی خوبه. و شما میتونین از این مدار که 3 تا میگیره 2 تا میتونین استفاده کنین. چرا؟ چون این جایگاهش 3 تا دیگه، تعداد این شاخکوهای تهش بهت شاخکو این تهش به شما میگه که هر کدومش چند تا اسلات جا میگیره. و خب کنه شما میتونین 2 تا از اینا استفاده کنین و خیلی چیز بمبیه. و اینم مربوط به دسته آلفا و با این به اصطلاح سرکت ما کلا دسته‌بندی آلفامون تموم میشه و از اینجا ویدیو میریم سراغ دسته‌بندی بتا. خب اولین چیزی که ما قراره بریم سراغش، این اولین به اصطلاح مداری که مال دسته‌بندی بتاه، مدار این رنج بوستره، که حالا رنج بوستر قشنگ اسمش روشه که چیکار میکنه، رنج رو افزایش میده. اگه شما اسکیل تریو کاری نداشته باشین، این مداری که استفاده کنیم فقط زومتون رو افزایش میده. میبینید زومتون حالت عادی خیلی بیشتر میشه. و خب شما برای گرفتن این مدار فقط کافیه هر نوع هر نوع پرنده ای رو شما اسکن کنین، که میدین من اینجا گذاشته بودم دستگاه داشت تلاش میکرد تا پرنده ها رو اسکن کنه به خاطر همین موضوع. و خب این شاید الان یکم چیز مسخره‌ای به نظر بیاد و خب بگین خب چرا بخوام رنج مثلا سفر افزایش بدم، اصلا نمیخوام. ولی جلوتر که اسکیلا رو میگم، این حاجیمون یه کار خیلی بهتر میکنه و خیلی سودمندتره،
که حالا میگم باز بستگی به خودتون داره، ولی از دید من خیلی چیز کاربردیه. و خب این دسته‌بندیش هم مربوط به بتا بود، دیدین دیگه اینجا چسبیده بود، مال دسته بتا و برای زوم گفتم با پرنده هاست. و خب این اسکن کنه این تعریفاش تموم شد فعلا، تا بعدش من جلوتر توضیحات رو باید با یه سری مدارا رو، چون اسکیل تری بخش سرکت ها بهشون مثلا یه سری تاثیرات مختلف میده، یه سری اثرات مختلف میده، من حالا اونجا جلوتر تو اون بخش باز بهتون میگم که حالا هر کدومشون چه تغییراتی میکنن، چی بهشون اضافه میشه، چی کم میشه و چیزای دیگه که باید بدونین. خب مدار بعدی که حالا دستم خورد و استفادهش کردم، این مدار حالا بنفش رنگی که اینجا داریم. و خب این مدار من بهش میگم مدار آهنگ، سرکت آهنگ، این چون آهنگم میزنه واقعا. و خب شاید صرفه نباشه که بخواین 3 تا از اسلات های بتاتون رو به این اختصاص بدیم، به خاطر اینکه خب خیلی چیزا بهتری من قراره جلوتر بهتون معرفی کنم که بخوایم براش استفاده کنیم. ولی کاربردش اولا شما این مدار رو با اسکن پرل یا همون کربی هرمیت تو لونار آیلند میتونین به دست بیارین، یا با اسکن کرب کینگ که باسمانه در واقع. و خب دو جفت اسکن ها راحته دیگه، شما یعنی هرمیت ثابته، کرب کینگ هم ثابته، اسکنش خیلی راحته. و خب حالا چیکار میکنه؟ سنیتیتون رو پر میکنه این دستگاه، یعنی آهنگی که میزنه سنیتیتون رو پر میکنه. و اگه شما بغل گیاه یعنی فارمی کاشته باشین، میدونین چون یکم کشاورزی توی در فرق داره با نسخه عادی. اگه شما یه فارمی زده باشین یعنی یه کشاورزی دارین میکنین، میدونین که یه تسکی که دارین اینه که با گیاه ها حرف بزنین. و خب لازمه این که گیاه هاتون محصول خوبی بدن اینه که باشون حرف بزنین. اگه شما این مدار یعنی سرکت رو استفاده بکنین بریم بغل گیاه ها، خودکار این آهنگی که میزنه باعث میشه اون تسک حرف زدن با گیاه هم انجام بشه. و خب خلاصه این چیز خیلی خوبیه. ولی جلوتر یه اسکیل داره که حالا به شما اجازه میده که بخوام بهتون بگم، حالا اون اسکیل رو فعال کنیم به شما اجازه میده که 10 تا بانیمن یا 10 تا پیگمن منظور همون پیگاست دیگه، 10 تا رو این آهنگو بشنون 10 تاشون دنبالتون راه میافتن، یعنی بدون هیچ غذایی هیچ چیزی 10 تا برده مفتی دارین. و خب آره دیگه اینجوری است. و اینم بود از این مدار. بزنیم بریم سراغ مدار بعدیمون. خب 2 تا مدار بعدی بازم مدارای به اصطلاح لول 1 و لول 2 هن که شباهتون این لول 2 است. و خب لول 1ش اینا مدارای سرعتن یا سرکت هایی که مال سرعتن. و شباهتون این لول 1ش کل اسلات های بتاتون رو میگیره برای سرعت. و خب راحت دیگه، شما بخواین اسکنش کنین، اسکنش فقط کافیه یه دونه خرگوش رو اسکن کنین و تأثیری که میذاره اندازه یه واکینگ کین، یعنی 25% سرعتتون رو بیشتر میکنه. و از اونجایی که کل استکاتون رو یعنی کل اسلاتاتون رو استفاده میکنه، از این نمیتونین چند تا استفاده کنین به صورت منطقی. همه قبلی ها رو میتونستین چند تا استفاده کنین ازشون تا تأثیرشون به اصطلاح بیشتر بشه، ولی برای این مدار نه. و خب این مدار لول 1شه و خب مال اسلات بتاتون هم هسته. مدار لول 2ش که حالا بهتره، جاش کمتره و خب استک میشه، مهمترین نکتهش همینه، استک میشه. شما برای اینم 25% سرعتتون رو بیشتر میکنه، با این تفاوت که 2 تا جا کمتر میگیره و هر یه دونه ای که استفاده کنین 25% به سرعتتون افزایش میکنه، اضافه میکنه. و خب برای به گرفتن رسپی ساخته شما باید روک یا اون کرگدن‌های مکانیکی یا انشنت گاردین که یکی از باسای گیمر رو شما باید اسکن کنین تا بهتون رسپی ساختشو بده. و همونجور که میبینین تعداد بایو دیتا و حالا وسایلی هم که میخواد زیر براتون گذاشتم با عکس باس و عکس روک. و خب آره دیگه این کلا سودش اینه که اسلات های کمتری مصرف میکنه، همون 25% تاثیر رو داره و میتونین چند تا ازش استفاده کنین. و این هم از این 2 تا لول 1 و لول 2. بزنیم بریم سراغ مدار بعدی. 2 تا مدار بعدی که داریم، 2 تا مدار مال حالا دما هستن بهتر بگم، مدار گرما و مدار سرما که قشنگ اسمشون هم میگم جوری گذاشتم که قشنگ قابل فهمه.
این مدار گرمتون میکنه و این مدار سردتون میکنه و قشنگ ضد همن این دوتا مدار. و خب حالا برای توضیحشون جدا جدا هر کنون بهتون بگم، این که اول برای این مدار گفتم که گرمتون میکنه و شما با اسکن رد دراگون رد دراگون چیه وای یا خدا شما با اسکن رد هاوند یا دراگون، اینو میخواستم بگم، شما با اسکن رد هاوند یا دراگون و یا یه سری موجوداتی هن که حالا یه سری موجودات آتش فشانی کوچولو هن که تو آپدیت جدید اضافه شدن به گیم، تو بایام خاصی تو کیون. می عکس همشون براتون گذاشتم، بعضیشون چون جدید اضافه شدن اسمشون درست یادم نمیمونه. شما با اسکن یکی از این سه تا موجود میتونین رسیپی ساخت اینو بگیرین و خب حالا چی کار میکنه؟ از یخ زدن حفظتون میکنه. خیلی ساده میشه چند تا ازش استفاده کرد، ولی یه عیبی که داره و خب به نظر من منطقیه، 25% غذا زودتر فاسد میشن اگه این دستتون باشه. اینو بگیرین مثلا استفاده کنین، برین پیش تودستون، غذا ندارین عملا دیگه، فاتحشون خونده است. و خب اگه این مدار رو داشته باشین با WX و خیسشین 10% زودتر خشک میشین که خب اینم از پوینت مثبتشه. هم مدار گرم کننده و هم مدار سرد کننده، جفتشون 3 تا اسلات میگیرن که خب اینم دیگه جاشونه. و سعی نکنین زرنگ بازی در بیارین تا جفتشو با هم استفاده کنین، چون تاثیر همدیگه رو خنثی میکنن و عملا انگار کاری نکردین و پس بهتره جدا جدا استفاده کنین، نمیتونین جفتش هم با هم استفاده کنین و چون 3 به 3 میشه کل اسلات های بتاتون رو میپوشونه. و خب این از مدار گرم کننده، مدار آتش، یا حتی اسم اصلیش هم خواستیم بگین ترمال سرکیت یا هر چیز دیگه که هست مهم نیست، ولی مدار سرما یا مدار سرد کننده خب اسمشو گذاشتم روش دیگه، سردتون میکنه. و با اسکن دیر کلاپس که باس تابستونه باس زمستونه، چی دارم میگم خدا حالم خوبه، که با اسکن دیر کلاپس که باس زمستونه و یا با اسکن یه دونه آیس هاوند که از اون سگای یخی هن که تو زمستون اسپان میشن، با اسکن اونا میتونین رسیپی ساخته اینو بگیرین. و خب کاری که میکنه اینه شما اگه اینو تو تابستون استفاده کنین نمیذاره گرما بمیرین، سردتون میکنه، ولی وقتی رطوبتتون 100% بشه توی حالا به مثلا بهار رطوبتتون 100 چه فریز میشین، یخ میزنین و میتونین از اینم چند تا استفاده کنین. و خب اینم استفاده این دوتا بود و اسکنشون، و گفته باشم نمیتونین جفتشو با هم استفاده کنین. و خب اینم از این. بریم سراغ مدارای بعدی. خب مدار بعدی که ما داریم که حالا بخوام فارسی شدهشو بگم، مدار برقیه که البته اینجا هم زیاد فرقی نداشته، نوشته الکتریفیکشن اگه اشتباه نکنم، که همون میگم مدار برقی دیگه. حالا برای اسکنش چی میخوایم، یعنی برای اسکنش چی باید اسکن کنیم و چی تاثیر میذاره؟ خیلی راحته. شما برای اسکن برای باز کردن رسیپی ساخته این کافی یه دونه بوزو اسکن کنین، یه دونه بوز عادیو، و کاری که میکنه استفاده از این باعث میشه که وقتی شما اینو استفاده میکنین هر کی بهتون دمیج بده حمله کننده 30 تا اتک الکتریکی میخوره. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا ببینید من اینو اسپانش میکنم و خب حالا برای اینکه نمیرم یه دونه سوپر گاد مودم میزنم و خب من اینجا یه دونه ماب برای شما اسپان بکنم، میزنم سی آندرلاین هاوند رو اسپان کنم که خیلی راحت ببینین چه جوری است. هر کسی که به شما حمله بکنه دمیج برقی میخوره به ازای حمله ای که به شما میکنین، 30 تا دمیج میخوره به ازای هر حمله ای که انجام میده. و خب خیلی چیز اوپیه، مخصوصا با اسکیلی که جلوتر میگم بهتون. و یکی از بهترین، به دید من البته بهترین مدارا یا سرکت هایی که میتونیم برای بتا استفاده بکنیم و خب خیلی چیز باحالیه و خیلی اوپیه از دید من. و خب اینم از این. و حالا من میگم اینو یه ویدیو انگلیسی هم دیدم برای اینکه حالا یه سری نکات هم اگه خودم نفهمیدم بهتون بگم، و طبق چیزی گفته بود یه عایق الکتریکی یا یه عایق برقی هم موقعی که اینو داریم براتون ایجاد میکنه. و خب اینم از توضیحات این مدار بود و بذاریم بریم سراغ مدار بعدی.
برای دوتا مدار بعدی ما مدارای حالا این دوتا هم باز لول 1 و لول 2 دارن. ما مدار روشنایی یا نور لول 1 میام اسمشون جور گذاشتم قشنگ واضح باشه، نور لول 1 و نور لول 2 رو داریم و همونجوری که اسمش مشخصه خب اینا نور میده، با اسمش وقتی WX استفادهشون میکنه روشن شه نور بده و خب یه نور بی‌نهایتی تا زمانی که این سیرکت رو داشته باشین. و حالا برای اسکناش فقط بهتون بگم، برای مدار نور لول 1 شما فقط کافیه که یه دونه از این فایرفلای هایی که تو غارا هستن یا به اصطلاح کرمای شبتابی که حالا شبا میان تو غارا میان بگیرینشون اسکنشون کنین و خب باش میتونین بگین مثلا بگیرین اسکنشون کنین دیگه، همینه دیگه، با دستگاهتون اسکنش کنین تا رسیپی ساختش براتون باز شه و خب اینم راحت میتونین استفاده کنین و 3 تا اسلات میگیره و بخوام بهتون نشون بدم نور میده دیگه، قشنگ مشخصه این نور میده. و خب بخوام حالا بهتون لول پیشرفتش نشون بدم، اول اجازه بدید من اینو غیر فعالش کنم. این 3 تا رو به فنا میده قشنگ، تا زمان اسکیلر رو باز نکنین نمیشه. اینم میذاریم کنار. لول 2 یه کوچولو باید نشونتون بدم چون من اسمشون درست یادم نمیمونه. برای اسکن لول 2 اولا که یه جای کمتر میگیره، خب استک میشه و همچنین بهتون بگم که شما باید یه دونه درت هاوند یا 3 تا این کرما، دیده من ساده ترینش همون درت هاوند یا همون اختاپوس ماننده بهتون نشون دادم، ولی خب به هر حال شما با اسکن اونا میتونین اینو به دست بیارین و خب کارایی که داره اینه که خب یه دونه اسلات میگیره و 6 تا میتونین ازش استفاده کنین دیگه. شما برای ساختش به اینا نیاز دارین، میبینین به این موجودات کوچولو، اسکن این موجود کوچولو. خوش شانس هم اینو پیداش کردم، اینجا سری سوروایو بود بعد زجه میزدم برای پیدا کردنش. و خب اینم بود از این دوتا و بزنیم بریم سراغ فیوزهای بعدی که داریم، یا میگم فیوز مدار بعدی که داریم. خب مدار بعدی که بازم میگم یکی از مدارای خیلی خوبه و خب این خیلی کاربردیه نسبت به مدارای قبلی، بجز اون مداری که گفتم برای برقه این خیلی مدار کاربردیه و خب صرفا اگه مثلا جفت اسلاتای بتاتون رو اینا پر کنن هیچ مشکلی نداره از دید من البته. و خب حالا چرا شما با استفاده از این مدار نایت ویژن همونطوری که میبینین کلا براتون یه افکت نایت ویژن بی نهایت اعمال میشه و خب اگه شما سولو بازی میکنین صرفا اون دوتا مدار نوری که قبلتر بهتون گفتم و فراموششون کنین چون اصلا به درتون نمیخورن و در مقابل با این هیچی نیستن. مخصوصا که من جلوتر که اسکیل تریو بگم یکی از اسکیل هایی که باز بکنین باعث میشه که این افکت موگل چی میگم موگل بوده اشتباه کنم، این افکت موشکوری که مثلا اینجا رو قرمز میبینین اینجا رو سفید میبینین اینجا رو یه رنگ میبینین باعث میشه این افکت بپره و خب انگار دید عادیتون رو تو شب دارین و عملا نایت ویژنه. برای همین من به این مدار میگم نایت ویژن و خب خیلی مدار کاربردیه تو سولو چون فقط خودتون دارین استفادهش میکنین. اگه مثلا دارین با دوستاتون پلی میدین که خب بس فرق میکنه و بهتره که مدار دیگر هم استفاده کنیم، همون مدار نوره رو استفاده کنیم که حداقل دوستاتون هم یه بهره‌ای ببرن از شما. البته اینجوری انگار لامپ متحرکیم ولی خب. و خب اینم از این مدار و خب میگم صرفا استفاده این دوتا من خودم اگه بخوام تو سولو استفاده کنم فقط از همین دوتا برای بتا استفاده میکنم و همونجوری که همونجوری که تا الان فهمیدین بیشتر مدارایی که WX داره مربوط به همین بتا هستن و خب صرفا الان من آلفا رو گفتم بتا آخراشه و گاما میبینین که خیلی نیستن مداره چون حتی تو نسخه بتاش گاما اصلا نبود. و اینم از این مدار. بزنیم بریم سراغ مدار بعدی. خب مدار بعدی که ما اینجا داریم این مداره که من بخوام بگم مدار اینونتوریه. حالا این به شما بی نهایت اینونتوری میده بخوام صادقانه بگم و خب خیلی چیز خفنیه، میتونید از چند تا ازش استفاده کنین و اینجوری که مثلا بذارید من به شما نشون بدم برای چند تا حالا منظورم رو بفهمین. البته تا جایی که یادمه میشد چند تا از این استفاده کرد. اسمش چیه؟
خب مدار بعدی که داریم مدار بازیافته به اصطلاح من، چون میگم قشنگ کارش همینه. وقتی که شما این مدار رو استفاده کنین WX این قابلیت رو پیدا میکنه که 5 تا رات یا نمیدونم چیزای فاسد رات بهتون میده، یعنی مثلا غذاتون فاسد بشه، نمیدونم مثلا مواد غذاییتون سبزیجات فاسد بشه، تخم مرغ فاسد بشه، اینا بهتون رات میده. شما رات به WX 5 عدد رات میدین و این به شما یه چیزی میده به اسم اون آجر مغزی. حالا این به چه کار میاد؟ شما اگه اون آجر مغزی رو بردارین روش با آب بپاشین یا تو دریا بندازینش که مثلا خیس بشه و برش دارین به عنوان غذا میتونین بخورینش و قابل استفاده است و این یعنی شما میتونین یه استفاده دیگه برای راتاتون داشته باشین و ازشون این استفاده رو هم بکنین. و خب کافی یه دونه راکون رو اسکن کنین تا این مدار رو بگیرینش و خیلی هم چیز آسونیه. صرفا توی بحث این بگم که خب اولا که این اولین مدار گاماه و خب این دیگه بتامون تموم شد، این مدار گاماه و اولین مدار گاماه و به عنوان یه مدار که قرار تو بخش گاما قرار بگیره چیز بدی نیست، ولی چیزای بهتری هم جلوتر داریم، پس صرفا پیشنهادش نمیکنم مگر اینکه مشکل غذا داشته باشین، که البته خب اونجوری مشکل غذا داشته باشین رات هم کم داریم، ولی خب زیاد مهم نیست چون میدونین راتو میتونین خیلی جا تهیه کنین. میتونین مثلا از گلاتون که بذارین فاصله چند رات بگیرین، غذاهاتون عمرشون بگذره رات میگیرین، که البته یه اسکیل تری جلوتر داره بهتون میذاره مثلا اون غذاهای فاسد شده اسپویل رات همچه چیزی باید اشاره نکنم، اسپویلد فود همچه چیزی ها نمیاد، میتونین اونا رو هم حتی به این دستگاه بدین. فعلا نمیتونین اونا رو بدین ولی جلوتر که بریم میتونین. الان فعلا چرا اینجوری میگم، الان فعلا فقط میتونین بهش رات بدین که خب گفتم با 5 تا رات بهتون یه دونه آجر مغزی میده. بزنیم بریم سراغ فیوز بعدی، مدار بعدی یا هر چیزی بهش میگیم، سرکت بعدی. خب برای مدار بعدی از دسته گاما شما باید بهتون بگم که یکی این راکی لابسترها یا همین غول سنگی های تو غارن و یا یکی از این حلزون های تو غارا اسکن کنین تا بهتون دستور ساخت این مدار رو بده. این مداری که من حتی خودش نوشته بلاکینگ یه چیزی بود، یارم نمیاد اسمش، یه لحظه من اجازه بدین که اینم غیر فعال کنم بخوام درست بهتون بگم. این بلاکینگ سرکیته که من میگم همون مدار بلاک کردن. حالا چرا؟ شما ببینین وقتی که این مدار رو دارین میتونین انگار دارین دارک سولز بده میدین، میتونین بلاک کنین، شیلد میگیره انگار و خب خیلی خوب دمیجی که میخورین و کاهش میده، یعنی خیلی اون مقدار دمیجی که باس انمی حالا عادی یا هر چی بهتون وارد میکنه رو خیلی کاهش میده. و خب اگه توی چند نفره بازی کنین اینطوری که حالا فهمیدم اگه شما اینو فعال کنین رو شما اگرو میشن و میخوان شما رو بزنن، حالا چه باسه چه انمی یا هر چیزی که هسته. و خب کلیتش همینه و چیز خاصی نداره. البته فعلا جلوتر یه با اسکیل یه چیزی هم بهش اضافه میشه که خب حالا جلوتر تو بخش اسکیل میگم، ولی کلیت این همینه و خب صرفا اصلا توصیهش نمیکنم چون برها شما نگاه کنین 4 تا هم داره جای میگیره ازتون و چون 4 تا جا میگیره استک نمیشه، چون میدونین قضیه استک همینه دیگه، یعنی شما بتونین ازش 2 تا استفاده کنین، 3 تا استفاده کنین، نمیدونم مثلا 6 تا استفاده کنین. این قضیه خب یعنی همون استک شدنش و خب این وقتی که 4 تا جا میگیره دیگه نمیتونین یکی دیگه ازش بذارین، برای همین این جزء مدارای قرار میگیره که استک نمیشه. و خب اینم از این. بریم سراغ مدار بعدی. خب مدار بعدی که از گاما بهش میرسیم، یعنی بخش گاما، ما اینو داریم که نوشته سانیک اینووکر اگه اشتباه نکنم، که حالا زیادم مهم نیسته. مدار امواج صوتیه. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی شما اینو استفادهش میکنین اگه رو کرکترتون راست کلیک کنین یه سری امواج ایجاد میکنه به اصطلاح، که این امواج موجوداتی که تو رنجتون باشن و میترسونه. این همون اسکری که ابیگل داره، ابیگل وندی، این دقیقا همون کار انجام میده. و خب اگه مثلا اینو چند وقت یه باری البته غیر فعال میشه که خب فعلا بی خوده و میگم این کاربردی که داشته باشه تهش برای اون مثلا کوست
مونکالر استفی که باید درست کنین که میگم اونم اگه که سولو باشین برای مثلا چند نفر پلی دادن شاید یکم به در بخوره، ولی وگرنه میگم این به جز اون شاید کاربرد خاص دیگه نداشته باشه. الان میبینیم بعد یه مدت غیر فعال میشه، ولی میبینیم پرنده ها رو ترسوندشون. ولی خب این اینجا یه کولان داره، خیلی زمانش کمه، ولی جلوتر یه اسکیل داره که باعث میشه بتونین اینو نگهش دارین و هر چقدر خواستین استفاده کنین، که میگم فقط به درد همون ایونت میخوره اگه سولو هستین و خب کار خاص دیگه این نمیکنه. برای اینکه بخواین بسازینش و رسیپی ساختشو بگیرین، یه مندریک باید اسکن کنین، یا یه دونه موجوداتی هن که تو غارن باز تو بخش فورگات نالج، یه سری موجودات خوک مانن با دماغ بزرگن که حالا میگم دراپشون هم اینجا اینه نوسترایک اگه اشتباه نکنم، میدونم چیه اینا رو، که حالا من عکسش هم میگم براتون گذاشتم یا یه تیکه ویدیویی ازش براتون گذاشتم. میبینین شما با اسکن اینا میتونین رسیپی ساختشو بگیرین و خب چیز خاصی نیست، یعنی صادقانه بگم یکی از به در نخورترین مدارا یا سیرکت هایی که میتونین بسازین و من باشم اینو خودم نمیسازم، حتی برای همون ایونت ما هم من اصلا اینو نمیسازم. خب دیوار کشی میکنیم چه کاریه. و خب اینم از این. بریم سراغ مدارا بعدی که دوتا مدار آخرمون هم هستن. و خب یکی از حالا مدارایی که بود و من صادقانه بگم الان دیدم نیسته، یه مدار عجیب غریبی بود که حالا میام شاید پیداش کردم، حالا عکسش براتون میذارم اگه پیداش نکردم جلوتر. این مدار کمکتون میکرد بتونین 5 تا از کلاک ورک ها رو حالا بگیرین رام کنین، که فکر کنم این مال نسخه بتا بود و این کلا فکر کنم ریمووش کردن یا شاید هم باشه، ولی خب میگم اگه پیداش کردم براتون جلوتر میذارمش. فعلا که دارم میگردم تو سرکت ها نیستش. و خب با این اوصاف آخرین مداری که داریم از بخش گاما، که من اینجا یه دونه کلاک ورک اسپان کرده بودم که خواستم روش انجام بدیم. ببینیم خب بخوام اینو فارسیش کنم یه جوریه، پس هم اسپین سایکل خودش خیلی بهتریه و خب اینو استفادهش بکنین. میبینین اینم 3 تا جا میگیره و میتونین 2 تا استفاده کنین که خب استکش بکنین، یعنی 2 تا استفاده کنین سرگیجهش دیرتر اتفاق میفته. حالا شاید بگین سرگیجه چی؟ خب شما نگاه کنین، شما یه فری کرافتینگ بزنم مثلا آیتمایی که اینجا نزدیکه، شما مثلا تبر، کلنگ، شمشیر و یا هر چیز دیگه ایو بگیرین دستتون. خب این قابلیت رو دارین که ببینین، حالا منظورمو میفهمین، میچرخه و ببین یه دایره بالاش میاد، این سرگیجه است که این پر بشه کرکتر گیج میشه و دیگه کار انجام نمیده. و اگه شما 2 تا از این سرکت رو استفاده بکنین دیرتر اتفاق میفته و خیلی کاربردی ترین از دید من تو بخش گاما. و خب خیلی راحت دیگه، شما فقط کافیه برای اینکه اینو بسازین یه دونه از این جوجوهای موسکوس که هست بتونین یه دونه شونو اسکن بکنین، خیلی راحت میتونین بسازینش. که مثلا شما اینجا یه عالمه درخت کاشتین، یه عالمه سنگ اینجاست، یا نمیدونم یه عالمه ماربل اینجاست، خیلی راحت کلنگ تبرتون رو میگیرین دستتون و اینطوری چرخشی میرین بینشون و 2 تا رو میزنین با هم دیگه. که البته خب اینجا فاصله کمه، من نمیتونم فاصله زیاده نمیتونم کار بکنم. و میتونین با سلاح همین حرکت رو باسا بزنین که خیلی کامبو خوبی بهتون میده. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که این کارو با همر نمیتونین انجام بدین، یعنی بجز همر این رو بقیه چیزا کار میکنه. و خب اینم از این. و میگم اگه حالا درصدی، من دوباره چک میکنم، اگه از تو این درصدایی که به شما گفتم درصدی بین بتا و حالا ریورک نهایی که شد و نسخه اصلی که دادن درصدی چیزی تغییر کرده بود، من اینا رو قشنگ براتون تو ادیت اطلاعات سالم و درستشو میذارم. و خب میگم چون ممکنه یه سری چیزایی که حالا میدونستم چون الان دیدم اون مداره نیست به گفتم، ولی خب نه احتمالاً اینطور نباشه چون خیلی چیزا همونه. ولی خب خلاصه مطلب میگم چیزایی که براتون رو صفحه نمایش گذاشتم تو ادیت اینا اطلاعات درسته بدون هیچ مشکلی. و خب اینا اطلاعاتی هن که هر کدومشون تو نسخه اصلی دارن، چون الان یه دونه سرکت حذف شده از نسخه بتا به این ور. و خب البته بدین منم زیاد کاربردی نبود. و خب این میشه بخش سرکت ها. و با این دیگه توضیحاتمون در مورد سرکت ها، اسکن موجودات و هر چیزی که نیاز بود در موردشون بدونین تمومه. و
وارد بخش دوم که بخش اصلی هم هست و خیلیتون میخواستین همین بخش رو بدون رو ببینین، ما وارد اسکیل تری قراره بشیم که بهتون بگم هر کدوم اینا از این بخش اسکیل تری چیکار میکنن، مخصوصا افینیتی هایی که داره خیلی خفنه. و خب یه حرف اضافه ای نمیمونه، بذاریم بریم سراغ اسکیل تری. خب دوستان، من قبل از اینکه برم تو بخش اسکیل تری بهتون بگم که یه سری چیزا رو باید بهتون بگم. اونم اینه که در مورد اون سرکتی که حالا تو بخش گاما بود و ما ندیدیمش، مثل اینکه ورژنی که من دارم یه ورژن بالاترش هسته و خب اون ورژن کامله. سر همین قضايا ممکنه که حالا بین نسخه اورج و کرک یک سری فرقا باشه، یکیش که همینه و یه دونه اسکیل اضافه تر داره نسخه حالا به اصطلاح اورج، و یه چند تا تغییر در مورد شادو افینیتی کرده که حالا همینا رو من بهتون میگم تو ویدیو. و چیزایی که من تا اینجا گفتم هر کدومو که حالا از یوتیوب دیده بودم جلوشون گفتم و خب هر کدوم که تست شده بود و بهتون هم باز گفتم. و اینجوریه که بیشتر چیزا ثابته، یه سری چیزا تغییر کرده، حالا یه سری چیزا هم واقعا تست نشد. مثلا برای سرکت ترمال، مثلا ترمالتون یا مثلا اصلا همون اسم فارسیشون، برای سرکت سرماگرماتون، بر اساس چیزی که من دیدم میگفت اگه دوستاتون تو رنجی نزدیکتون باشن اونا هم یا گرم میشن یا سرد میشن. این چیزی بود که حالا گفته شد. حالا اگه شما سرکت گرم داشته باشین تو رنجی که نزدیک شما کامل مثلا گرم میشن، سرکت سرما داشته باشین تو رنجی نزدیک شما سرد میشن. و خب این چیزی بود که من تو ویدیو دیدم و همچنین هم گفته بودن که حالا این واقعیتش نمیدونم تو نسخه کرکم هست یا نه، و گفته بودن که وقتی شما مدار سرما رو استفاده بکنین یکم دیرتر غذاها فاسد میشه. علاوه منطقیه، ولی خب نمیدونم تو این ورژن کرک هسته، چون از اونجایی که حالا هنوز نسخه جای منتشر نشده براش. البته اورج که چرا. این تا اینجا یه سرکت بود به اسم چسمستر اگه اشتباه نکنم. و خب عکسش الان دارین میبینین. اینجوری بود که وقتی خب WX اینو استفاده میکرد میتونست به کلاک ورک ها، یعنی همون نایت و بیشاپ و روک، میتونست گیرز بده، اینا رو دنبال خودشون بندازه. در حالت عادی شما هم میتونین اینو بهش گیرز بدین به کلاک ورک ها با هر کرکتری، ولی خب شما اول با یه شوک الکتریکی اینا رو بیهوش کنین بعد بهشون گیرز بدین. اصولا هر کرکتر دوتا میتونه از هر نوع کلاک ورک بگیره، یعنی شما هر کرکتری باشین میتونین مثلا دوتا نایت، دوتا بیشاپ و دوتا روک بگیرین. ولی WX فرق داره و اینجوریه که میتونه از اینا 3 تا بگیره، یعنی یه دونه بیشتر، و به ازای هر یه دونه سرکتی که استفاده میکنین، بذار بهش اسم دیگه بگیم، همون من میگم مثلا سرکت کلاک ورک، بذار هر کدومش که استفاده میکنین یه دونه به این تعداد میاد. اگه شما اسکیل تری آخرتون هم که مثلا یه اسکیل تری دارین، یه بخش به اسکیل تری، یه دونه به چارج بارتون اضافه میکنه. اگه اونم استفاده کنین، اشتباه نکنم یه هولوشای 16 تا رو میتونین از هر کدوم دنبال خودتون راه بندازین. مثلا چون حالا میگن یه اسکیل جلوتر داره، در مورد میگم تو بخش اسکیلا. و خب این تغییراتی بود که برای اینا دادن و شاید یه سری چیزای دیگه که زیاد مهم نبودن و کلیات چیزایی که میاس بدونین. و خب مثلا تغییرات تو چشمی که بود همینا بودن، بقیه چیزا تقریبا ثابت بود، بیشتر مدار همون تغییر همون حالت عادی بودن، تغییر نکرده بودن. ولی گفتم لازمه که اینو بدونین. و بخش بعدیمون که اسکیل تریه، بهتون میگم که یه سری تغییرات تو بخش افینیتی شده و یه سری تغییرات تو بخش، یعنی یه اسکیل جدا هم دادن، یه اسکیل جدیدتر که نسخه مثلا اون نسخه من دارم اینو نداره. ولی خب بازم میگم آخر اون بخشم جدا توی پارتی همینجوری براتون توضیحش میدم. و همین دیگه، بزنیم سراغ اسکیل تری. خب دوستان، رسیدیم به بخش ویدیو که همتون احتمالاً منتظرش بودین، یعنی اسکیل تری. حالا قبل اینکه بریم سراغ اسکیل تری باید بهتون دو سه نکته بگم. اولین نکته که هست اینه که مثل اینکه بعضی این آپدیتی که من دارم بازی میکنم یه آپدیت دیگه هست، سر همین یه سری تغییرات داشته گیم، ولی خب چیزای خاصی نبودن. هر تغییراتی داشته من تو ادیت بهتون گفتم، تو بخش سرکت ها من تغییرات رو بهتون گفتم. و توی بخش اسکیل تری چیزی که خیلی فرق میکرد، یه اسکیل اضافه تر اینجا داشت که کلا
کار خاصی نمیکرد، فقط رنج دروناتون رو بیشتر میکرد و یه تغییرات خیلی زیادی روی بخش شادو افینیتی دادن که خب اینا رو هم من بهتون میگم. ولی حالا که بحث سرکت ها داغه و از بخش سرکت ها اومدیم به سمت اسکیل تری، اولین بخشی که قرار بهتون بگم این بخشن که مال سرکت هم هستم. فقط قبلش بخوام به شما بگم 2 تا اسکیل این پایین داریم. اسکیل هایی که ما داریم، یه اسکیل این اسکیله که اگه شما این اسکیل رو فعال کنین، موقعی که شما مثلا یه دونه از این سرکت ها رو یوز بدین، موقعی که بکنینش، می‌بینین قبلا 25% کم میکرد، الان خدمت شما بزنم که 12% داره که 12.5 در واقع. ولی خب چون نیمش حساب نمیشه میگیم 12% داره کم میکنه و خب همونطور که میبینین خیلی درصدش کمتر شده و شما میتونید تعداد دفعات بیشتری این مثلا سرکتاتون رو بکنین دوباره بزنین سر جاش. بخش بعدی که میمونه واتساپ، که اینجا اگه شما این اسکیل رو فعال کنین، شما چارج بارتون زودتر شارژ میشه و خب مثلا اینجوریه که فکر کنم تو 90 ثانیه بود شارژ شدن هر اول. ما یه آپگریدای اینجا داریم که مثلا آلفا سرکت تینکرینگ 1 بتاش و گاماش که هر کدوم یه لول 2 هم دارن و خب تو حالت اولش بخوایم بهتون بگم، من الان میرم براتون هر سرکتی که مال آلفا هسته، آلفا لول 1ش میارم و برای هر کدوم جلو بهتون توضیح میدم که چه تغییراتی روش میذاره، چی کار میکنه و خب آیا درصدی رو بالا پایین میکنه یا نه. مدارایی که داریم برای بخش اولمون یعنی آلفا سرکت تینکرینگ 1، شما اگه این اسکیل رو یاد بگیرین، این مدارا به اصطلاح یا این سرکت ها تغییراتی توشون اعمال میشه. حالا چه تغییراتی؟ ببینین شما اگه تو حالت عادی از هانگر لول 2 استفاده کنیم، 20% کمتر هانگرتون میاد پایین، یعنی کمتر هانگرتون میاد پایین دیگه، خب یعنی که دیرتر گشنه میشین. و اگه شما آلفا تینکرینگ 1 رو استفاده کنین روش، 5% به اون 20% اضافه میشه و 25% کمتر هانگرتون کم میشه و برای هانگر لول 1 هم 5% هانگرتون کمتر کم میشه. برای 2 تا مدار سانیتی که اینجا داریم، برای مدار سانیتی لول 1 کلا 20% سانیتیتون کمتر میاد پایین و خب چیز خوبیه. و برای مدار سانیتی لول 2 50% حاله سانیتیتون کمتر میاد پایین که حالا توضیح داره مثلا همین اسپین بوسترتون که همون مدار تاجمون هم هسته. برای این مدار هم تأثیری مثل مدار سانیتی لول 2 داره، یعنی 50% کمتر حاله سانیتی میاد پایین و خب این میشه بخش آلفا تینکرینگ 1 و خب این یکم سریع گفتمشون واقعا چیز خاصی نداره و همین تغییرات رو کلا رو همین 5 تا سرکت میده. و برای مثلا تغییرات بعدی با بریم سراغ سرکت های بعدی که بخش حالا آلفا 2 و بتا 1 و بتا 2 که حالا جلوتر بهتون میگم همه اینا رو. خب چیزی که شما از به اصطلاح تینکرینگ لول 2 میگیرین اینه که شما وقتی آلفا تینکرینگ 2 رو باز میکنین، تأثیری که میذاره روی این 7 تا سرکت پایینیه. حالا چه تأثیراتی میذاره؟ وقتی که شما آلفا تینکرینگ 2 رو فعال میکنین، برای این هارد سرکت های همون مدارای جونتون یه تأثیری میذاره. وقتی که شما هارد سرکت لول 1 رو پلاگین میکنین، یعنی مثل این میمونه که 2.5% به آرمورتون اضافه شه. همونجوری که میدونین همه مثلا آرمور تو گیم یه درصدی حالا به آرمورتون اضافه میکنه، مثلا پراتی بهتون اضافه میکنه، میذاره 5% آرمور برای لول 2 میسازه و خب چیز بدی نیست، چیز خوبی هم نیست در واقع. چیز مثلا 5 تایی که این ورن، ما خب بخوایم به ترتیب بررسی کنیم، ما تو تینکرینگ لول 1 مون مدار هانگرمون از 0 تا به 5% کاهش گرسنگی رسید و لول 2 مون از 20 تا به 25%. حالا یه 5% دیگه میاد روشون تو تینکرینگ لول 2 و مدار هانگرمون از 5 تا لول 1ش از 5 تا به 10 تا هانگر کاهش میده، یعنی مثلا 10% کمتر هانگرتون کم میشه. و این مداری که اینجا داشتیم 5% میاد روش و 30% کمتر از هانگرتون داره. ولی خب ما 2 تا مدار بعدی که داریم مدار سانیتیه که خب میگم هر کدوم یه تاثیر میذارن. اگه شما مدار سانیتی لول 1 تون رو خب اینجا دارین 10% سانیتی بیشتری از پوشیدن لباس میگیرین،
یعنی اگه شما به فرض بگم سنتیتون کم بشه اون لباسه رو بپوشین بهتون در رسه سنتی. برای مثال شما ببینین، حالا نزدیک این چیز رو راحت ترین چیزی میتونستم براتون نشون بدم. شما اگه بغل این نایت لایت ها وایسین ازتون سنتی کم میشه، چون کلا برای رسپی ساختشون هم خب اینا نایتمر فیول توشونه و خب سنتی کنن کم میشه، چیزا نایتمر سنتی کم میکنن. حالا وقتی که شما این سرکت رو دارین، من لباسم در بیارم مثلا، شما این سرکت رو دارین میپوشینش، علاوه بر این که گفتم اون بوست 40 تایی بهتون میده، اگه شما لباسی بپوشین 10% کمتر کم میشه و برای لول 2 این عدد این کامل فیکس شد، اصلا سانیتی دیگه نمیاد پایین. چرا؟ چون لول 2 20% سانیتی میده به ازای پوشیدن لباس. یعنی من استفاده این دوتا الان سرجم 30% سانیتی دارم میگم از پوشیدن لباس، البته اگه تو نکنم بونسشون کرد. و خب آره میبینین الان دیگه اصلا از سانیتی کم نمیشه و خب اینجوریه دیگه. خیلی چیز جالبیه اگه شما با سانیتی مشکل دارین و میبینین اصلا سانیتی هم اضافه هم میکنه، چون گفتم 20% به ازاش دارین سانیتی میگیرین. و خب اینم از این. حالا برای مدار بین بوسترتون یه سری تغییرات اعمال میشه. اول از همه من یه لحظه اینو بکنم، یا نه نیاز نیست. ببینین 3 تا اسلات میگیره. بین بوستر هم یه تغییری که داره مشابه مدار سانیتی لول 2 تون، خب سانیتی آن مشابه مدار سانیتی لول 2 تون، اینم 20% سانیتی بهتون اضافه میکنه، با این تفاوت که اگه هلس شما پر باشه و از بین بوستر استفاده کنه شروع میکنه یه شیلدی دور هلستون ایجاد میکنه که مکس 16 یا 20 اشتباه نکنم، حالا عدد درست تو ادیت براتون میذارم. و خب اینجوریه که کلا فقط زمانی هم که هلستون پر باشه و یه انگار یه درصد اضافه احتمال زنده موندن بهتون میده. و خب میبینین شیلد بشکنه قشنگ یه افکتی نشون میده از خودش. و خب همینجوریه که دیدین و میگم مثلا با 2 ضربه هاوند این شیلد شکست و خب نمیگم زیاد نمیشه روش حساب کرد، ولی خب به هر حال چیزیه که داره علاوه بر اون بوست 20% از کاش سنیتی میده و خب چیز بدی نیست. یهو دیدین همین نجاتتون داد به درصدی. و خب با اینا کل بخش آلفای ما تمام میشه بوستاش و هرچی تاثیر بود رو همینا بود که البته خب همه سرکت ها بودن. و خب تاثیراتشون گفتم. وقتشه بریم سراغ بخش بهتون نشون بدم. چیزی که الان داریم این 5 تا سرکت دیگن که خب اینا با بتا تینکرینگ یکمون فعال میشن و اینجوریه که اول بذاریم به ترتیب بهتون بگم. این اشتباه اومده بنده خدا. خب ما ببینم من رنج رو برداشت تا مدار بتامونن که تاثیر روشون گذاشته میشه. اول همه من این دوتا رو بگم چون همشون به نظرم باحال‌تره. اگه شما یه دونه از اینا رو استفاده کنیم 50% ایمنی در برابر اون افکت میگیرین. یعنی چی؟ اگه مدار آتیشه رو استفاده کنیم 50% کمتر روتون سرما اثر میذاره و اگه مدار سرده رو استفاده کنیم 50% کمتر روتون گرما اثر میذاره. و خب اگه 50% یعنی این که اگه 2 تا ازش استفاده بکنیم به ما یه ایمنی کامل در برابر حال چه گرما و چه سرما میده. مثلا ببینین من این دوتا رو استفاده میکنم، الان من برم بغل لاوا پولا که این ماگما بشن آتیشم بگیرم که اچ پیم کم نمیشه. بخوام بهتون نشون بدم که من اصلا نیستم. میبینین اصلا چه اچ پیم کم نمیشه چون شما ایمنی کامل نسبت به آتیش دارین. فرقی هم نمیکنه الان شما 2 تا هم از این که مثلا گرم کننده‌اش استفاده بکنین ایمنی کامل در برابر سرما رو بهتون میده. یعنی دیر کلابز بزنه اصلا یخ نمیزنین، آیس هندو رو بکشین یخ نمیزنین و هر افکت دیگه اصلا یخ نمیزنین و خلاصه کلا این تاثیر رو داره و ایمنی 100% رو به ما میده. خب حالا بریم سراغ تأثیری که میذاره رو من الان نمیتونم بهتون بگم به خاطر اینکه این تاثیر میذاره رو دروناک میذاره براتون و درونا رو من باید بهتون تو بخش خودشون توضیح بدم. و خب همین خب بدونین که رنجشون افزایش میده. البته میتونم یه جهت نشونتون بدم، رنج این جیمیمون هم افزایش میده، این اسکنر ژنتیکیمون این رنجش بیشتر شد. اگه شما بخواید مقایسه کنین با اول ویدیو میبینین که رنجش بیشتر شده و خب این تاثیر رو درونا هم میذاره
و خب چیز خیلی کاربردیه دید من این یکی، به خاطر اینکه شما مثلا برای باز کردن مپتون که مثلا از درون بخواین استفاده بکنین، هرچی بیشتر و به تعداد بیشتری از این استفاده بکنین میتونین یه رنج بیشتری رو حالا پوشش بدین و میتونین یه رنج بیشتری درونا رو دورتر از خودتون بفرستین. حالا چیز بعدی که اینجا داریم مدار موسیقی مونه. یه لحظه جیمی جان ساکت شو. خب مدار موسیقی مونه که این خیلی چیز جالبیه. شما همیشه باید به مثلا نمیدونم به بانیمنا اینا میاس بهشون غذا بدین که مثلا بیفتن دنبالتون و بعد این مدت ولتون میکردن و خب اون موقع وقتی که شما این سرکت رو پوشیده باشین بریم بغل پیگا یا مثلا بانیا، خب این میگه یو فرند دنبالتون میکنن تا 10 تا دنبالتون میکنن و خب داره بارون کریستال سلسیال میباره و خب ببینین که 10 نفر اینا دنبالتون میکنن و این تاثیر رو برای بانیا هم میذاره. البته بانیا خوابیدن و خب این تاثیر رو برای بانیا هم میذاره و هیچ فرقی نداره از این جهت و میتونین کارگر مفت داشته باشین و همون کارهایی که دقیقا مثلا شما با دادن غذا بهشون میکردین همون کار میکنن. یعنی اصلا فایت بدین باهاتون فایت میدن، درخت بکنین براتون درخت میکنن و دقیقا همون کارا رو میکنن. بانیمنه هم همینطورن و خب مردا دارن میمیرن و خب آره دیگه این مربوط به سلستیال و ایونت بعدشه که برای ریفت و ایناه و خب اگه نمیدونین چجوریه که الان بدونین چجوریه و خب این موجوداتی که اینجا هستن اینا میرن تو جنازه موجودات و بله تسخیرشو میکنن. اینجوری میشن پرنده ها و خب اینا دیگه اون حالت عادیشون اینجوری پرید و خب خلاص ایونت چمپیون خیلی ایونت باحالیه و پروسه طولانی هم داره و این شانسی شد چون من چمپیون رو کشتم سر همین قضیه میخواستم یه حرکت دیگه با میذارم باید چمپیون رو میکشتم و خب سر همین قضیه الان ریفت بازه تو مپ. اگه بخوایم ببینین ریفت اینه، این ریفت لوناره و خب یه شادو هم دارین که تو کیوه و خب زیاد مهم نیستن اینا و اینا الان دنبالتون و خب به محض اینکه درش بیارین ولتون میکنن. یعنی اینجوریه که البته نه به محض اینکه مثلا یه تاثیرش یه مدتی میمونه ولی ولتون میکنن بعد یه مدت چون دیگه موسیقی نمیزنین و خب کاریتون ندارن، این برگشتن سر جای خودشون. این از این و خب باحالترینشون تو دید من البته اینه که شما اگه از این سرکت استفاده بکنید، البته شما الان یه دونه چارج بارم خالیه نمیکنه، افکت مول که مثلا موش کوره و شما دیدین که چجوری بود گفتم این افکت از بین میره و عملا شما نایت ویژن خب میبینین که من عملا خود دید در شبو دارم و این یه چیز خیلی خوبه چون دیگه شما هیچ مشکلی برای اکسپلور ندارین تو غار، البته به جز سانیتی که کم میشه و خب البته اونم میتونین مشکلشو حل کنین با بخش آلفا و خب اینجوریه که الان شما بی نهایت نور دارین و کاملا دید دارین به همه چی دیگه، اون افکت رو مخم نداره و خب خیلی چیز بمبیه. به شخصه میگم من خودم با این حال میکنم و خب اینم از افکت هایی که داریم برای بتا تینکرینگ لول 2. این افکت ها هسته که شما چه مثلا مدار نور لول 1 و چه مدار نور لول 1 و چه مدار نور لول 2 را استفاده کنین یه افکت چراغ قوه مانندی براتون ایجاد میشه و خب اینجوری که شما به ماشین تبدیل میشین و چراغ جلوی ماشینین. اینجوری هم البته اینم خیلی چیز خوبیه و خب مثلا اگه دوستاتون هم داشتن میمردن اینجوری خودتون رو میتونین بندازین جلو توی این رنجش بیفته و استفاده بیشتر، یعنی مثلا از سرکت رو استک کنین رنجش بیشتر میشه و خب این تغییری که روش اعمال میشه برای اینم همینطوری، یعنی دقیقا برای لول یکش هم عین لول 2 شه و هیچ فرقی نداره از این بابت و خب تأثیری که بخوام بگم بهتون برای بقیه شونه میگن جا خالی به اندازه کافی دارم بخوام بگم این یه لحظه اجازه بدین برای اینکه حالا میخوام بهتون نشون بدم. الان مثلا
این تاثیرش زمانی معلوم میشه که شما دمیج بخورین. دمیجی که میده خیلی بیشتره به ازای حالا منفجر شدنش، بهتون نشون بدم بهتره. بر اساس توضیحات خب چیزی که خود بازی داره میگه به ما، میگه به تعداد مناسبی دمیج بخوره منفجر میشه. و خب حالا این تعداد مناسب اگه شما کنم 15 یا 16 ضربه که بخوام بهتون نشون بدم، مثلا همون دو فقط تعدادش رو عوض میکنیم، مثلا نمیدونم 15 تا هاوند اسپام میکنیم و میذاریمش اینجا و میگیم اینا اتک بدن. اولا که میبینیم تاثیرش چند تایش مشخصه، بخونیم دارن دمیج میدن بعد دیدیم منفجر شد، افکت منفجرش کاملا مشخصه و خب احتمالی بازی منفجر شد. بله و خب خیلی چیز خفنیه و دمیج خیلی زیادی هم میده، به نسبت دمیجشو رو صفحه براتون میذارم. و این چیز تأثیریه که میذاره. برای تاثیر مدار بعدی که حالا مدار سرعته، بخوام بهتون یه چیزی رو نشون بدم. ببینین تمام افکت هایی که شما رو به شما اسلونس میدن، یعنی مثلا شما رو کند میکنن، اگه شما مدار لول 2 سرعتتون رو تنتون کرده باشین من این لباسه استفاده کرده باشین، کل اون افکت ها 25% کاهش پیدا میکنه و عملا با ستا انگار دارین ایگنورش میکنین. مثلا شما برای بخش انشن فیول وور که باید شادو پیسس رو اول بزنین که هارتو بگیرین، شما باید تیکه های مجسمه ها رو جابجا کنین. به صورت عادی برای بقیه پلیرها یه حالت داره که شما خب باید بوفالو تیم کرده باشین یا مثلا والتر باشین، خودتون ووبیو داشته باشین، یا هم ولفگنگ باشین که بندازین رو کلتون ببرین. ولی الان شما حتی اگه WX هم باشین میتونین این کارو بکنین. چرا؟ زمانی که شما دو تا از این سرکت رو استفاده کنین، افکت اسلونس رو عملا ایگنور میکنین. شما مثلا این مجسمه رو در نظر بگیرین که حالا مجسمه توینزه، ولی خب مثلا شادو پیسز هم همینه. تو حالت عادی شما با خیلی کند پیش میبریم، ولی الان اینو میندازه با 2 تا سرکت. ببینین چقدر سریع با خودش میبره، با 3 تا خیلی سریع تره. و خب میگم این برای بردن تیکه های شادو پیسز واقعا عالیه اگه بخواین ازش استفاده کنین. و چه مجسمه خوشگلی. و خب اینجوریه که دیگه آره دیگه همین با این بحث بتا کامل بسته میشه و میریم سراغ گاما. اگه یادتون باشه گفتم شما اگه این اسپیس پره بود آدردی روم، خب پس بهتر. اگه یادتون باشه بهتون گفتم که شما اگه از این مدار استفاده بکنین باعث میشه که تاثیر اون یعنی این این سانیکی که به اصطلاح ایجاد میکنه برای 3 ثانیه است و خب بعدش میپره. ولی اگه شما بیاین اینجا و لول 1 گاما رو باز کنین، شما اگه میتونین به هر مقداری که میخواین اینو نگهش دارین و خب این افکت اسکی رو ایجاد میکنه. چیزی که اتفاق میفته اینه که گفتم این تنها کاربردش به نظر من تو سولو برای ایونت منصفه که خب شما میتونید استفاده کنین. تأثیری که رو هاوندا و ورکیگا هم میذاره همینجوریه و دقیقا میترسونشون. شما میتونین هر چقدر که خواستین نگهش دارین و خب اینا هم میترسن، ولی بازم اون کولدان خودشو داره. و خب مدار بازی حقیقتا خودم درست نفهمیدم، ولی این تا جای فهمیدم اگه قبلا شما میتونستین از رات و راتن ایگ و اینا استفاده کنین تا به شما غذای مثلا به شما اون آج و مغزی رو بده، الان فکر کنم میتونین از غذاهای دم فساد و اینا هم استفاده کنین یا غذای پر صدا کنم. میگم درست کنم یکی نفهمیدم. اطلاعاتی که تو ادیت براتون میذارم و میرم از دمورش یکم سرچ میکنم مطمئن که شدم بعدش میذارم براتون. تو ادیت براتون اطلاعات دقیقش رو میذارم از این یکی. و خب فکر کنم میتونستین 3 تا هم مثلا راتو بخورین بهتون آج و مغزی بده. میگم اطلاعات دقیق این یکی براتون میذارم و با این حساب فقط میمونه که بریم سراغ بخش آخرمون، یعنی بخش آلفا گامای 2 که بخوایم بگیم یکی از سرکتاش که همین الان استفاده داریم میکنیم، میخوام بگم تنمه، یکی از سرکتاشو که همین الان داریم استفاده میکنیم و یکی از سرکتاش هم که این سرکت بلاک کردنمونه. من اینا رو بذارم این تو دیگه کامل کارمون با سرکت ها تمومه. و این سرکت بلاک کردنمونه. حالا چجوریه؟ اول از همه سرکتی که شما دارین برای مدار چرخشی، اینم سوال کنم،
سرکتی که برای مدار چرخشیمون داریم یا همین اسپین سایکلمون داریم اینجوریه که شما وقتی اینو بگیرین هم سریعتر میچرخه، هم زمان گیجیش خیلی دیرتر اتفاق میفته. و خب بخوام بهتون بگم اینجوریه که اگه شما دوتا ازش استفاده کنی هم سرعتشون بالاتر میره، هم اون زمان گیجیه خیلی میاد و دیرتر اتفاق میفته به اصطلاح. و با بلاکین سرکت اول دیگه نیاز نباشه بخوام بهتون نشون بدم، همین خب بگم ایمنی کامل در برابر ناکبک رو بهتون میده. چجوریه؟ مثلا شما داریم با نایتمر ورپیگ مبارزه میکنیم و میدونین که اگه شما با نایتمر ورپیگ مبارزه کنین بهتون دمیج بده پرتتون میکنه، یعنی به اصطلاح یه ناکبکی دارن بعضی از باسا مثلا ورپیگ پرتتون میکنه. و خب اینجوریه که اگه شما این سرکت رو فعال کنین و برین جلو ورپیگ وایسین بلاک کنین در همونجا میمونین، فقط یه مقدار دمیج میخورین که گفتم حتی 80% دمیج هم بلاک میکنه. و خب این الان تنها کاری که مثلا توی اسکیل تیر آبگیر لول 2 میکنه اینه که 80% علاوه بر 80% که حالا کلا حالت عادیشه اینه که ناکبک رو کامل حذف هر چی که مربوط به سرکت ها بود تموم میشه، که البته احساس میکنم 3/4 ویدیو در مورد سرکت هاست. و خب از اینجا به بعد قراره که در مورد بخشای دیگه صحبت کنیم و بزنیم بریم سراغش. قبل از اینکه البته بریم آخرین بخشی که تو این بخش داریم، یعنی به چقدر بخش این بخش داریم اینه که به چارج بار شما یه دونه اسلات دیگه اضافه میکنه. به اصطلاح چرا اینو دارم؟ به اصطلاح شما الان نگاه کنین، شما 6 تا قبلش داشتین الان 7 تا دارین. مثلا میتونین اینا رو یوز بدین، بعد آخرش نمیدونم بیاین این یه دونه ای تاش مثلا تو بتا مثال میزنم یوز بدین میتونین استفاده کنین. این کل این بخش تموم میشه. وقتش بریم سراغ چسی که چسیمون بخش بکاپمونه. و خب بزنیم بریم سراغش. خب بریم سراغ بخش چسی بالاخره، که با این اسکیل اولمون ما یاد میگیریم تازه بکاپ چسی رو بسازیمش. یعنی چجوری هست این که کلا خیلی صرفه است. حالا من قراره از روش صرفه تری استفاده کنم، ولی خب صرفا میگم خیلی رسیپی صرفه ای داره و شما میتونین یه دونه بکاپ چسی بسازین به همین راحتی که میتونین با بدناتون رو جابجا کنین بین چسی که حالا اینجا ساختین، و البته آیتمایی که دارین توش میمونه تو بدنی که حالا جابجا کردین. مثلا اگه شما تو این بدن بودین با آیتماتون هم همینجا میمونه، آیتماتون باهاتون نمیاد، سرکتاتون باهاتون نمیاد، ولی خب میتونین از این استفاده بکنین. و خب کلا لول 1 همینه که یاد میره چجوری چسی رو بسازه. لول 2 یه آپشنی که داره چیه؟ اینه که خب تو میتونه اگه بمیره، یعنی از این بخش لول 1 اگه بمیره از اون چسیش میتونه ریوایو شه. حالا چجوریه؟ مثلا دوباره ما با همین هوندامون پیش بریم، تعداد هوندا رو کم کنیم. یه لحظه بکشم اگه درست انشالله 3 تا پاس میکنه. بزن خب بابا، بزن. میتونم میدونم راه خیلی راحت تری بوده. خب صرفا نخواستم این کار بکنم. الان مرد. اینجوریه که الان اگه نگاه کنین از بکاپ چسیمون میتونیم ریوایو شیم. اگه شما اسکیل فعال نکنین خب بکاپ چسیتون نمیتونه ریوایو شه. و خب حالا شاید بگین لول 2 چه کاربردی داره؟ لول 2 اینجوریه ببینین که اگه شما اسکیل تری دومشو یعنی اینو فعال کرده باشین در حالتی که شارژ شما کامله، اگه بمیرین اون وقت بدنتون به عنوان دستکاری بر خودش عمل میکنه. همونجا منو بکشه تا بهتون نشون بده. بنده خودش حواسم نبود یه چیز فعالی کردم روش. حالا اشکال نداره، این یکی میکشه اون دیگه. منتظرم که من بکشه تا بهتون نشون بدم که عمل میکنه. باید پر باشه، این به اصطلاح فول باشه این شارژتون که میبینین الان بدنتون اینجا افتاده و شما میتونین از بکاپ خودتون بیاین، بکاپ چسیتون ریوایو شین در حالی که شما اسکیل لول 2 شو فعال کرده باشین و حتما این باید 100% پر باشه که بخوام بهتون بگم اصلا حالی ندارم. و خب اینجوریه دیگه کلا لول 2 همینجوریه. فرقش حالا این چیه؟ اگه شما این لولشو یعنی لول 3 شو فعال کنین
اینجوریه که اگه از بکاپ چسیتون بیاین با هلس کامل میان، که الان نگاه کنین من با HP پر ریوایو نشدم، ولی اگه شما اون اسکیل سوم رو فعال کنین و بکاپ چسیتون بیاین با HP پر ریوایو میشین. و خب اینم همینه، چیز خاصی نداره. و دوتا اسکیل سمت چپی این کار میکنه بتونین دوتا به اصطلاح چیزی بسازین و این کار میکنه بتونین 3 تا افزون بر اون بسازین. حالا یعنی چی؟ یعنی شما الان من بخوام بهتون نشون بدم، خب اگه من بخوام چهارمی هم بسازم تو حالت عادی، یعنی مثلا الان این 0 بخوام بسازم تو حالتی که متریالش حالا داشته باشین، شما بیشتر این حرف نمیتونین بسازین. یعنی کلا صرفا 3 تا، این کلا به اضافه یه دونه 2 تا 3 تا میتونین بسازین. و خب اگه بدن خودتون حساب میخواین بکنین 4. وارم استنبای اینجوریه که اگه شما یه چستی مثل این بنده خدا داشته باشین، یا بزن یه مثال بهتر بهتون نشون بدم. اگه شما خودتون مثلا یه چیزی که از بتا باشه رو بخوام بگم که دیدم بشه، مثلا همین شما هر کدوم از سرکت ها بتاتون رو دارین یوز میدین، خب البته باید شارژم پر باشه. خب شما اگه این اسکیل رو یاد بگیرین اینجوریه که خب اگه شما یه دونه هرچی، یعنی در واقع یه دونه هم هرچی از سرکت ها بتاتون که یوز داده باشین، حالا تو اون بکاپی که دارین یا تو بدن اصلیتون فرق نمیکنه، کلا هر سرکت بتایی که یوز داده باشین فعال میمونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان من این آهنگرم یوز دادم که قشنگ قابل دیدم، بدن من هنوز میاد. حالا اجازه بدین من ترانسفورم کنم، میبینین با اینکه من الان تو این بدنم و خب هیچ کنوم این، حالا یه لحظه اجازه بدین من اینو باز کنم بخوام بهتون نشون بدم. وکستاف بخوام بهتون نشون بدم هیچ مداری توی اینونتوریم نیست، یعنی توی اسلات هم نیست و این صدا میده. و خب برای هر کدوم از مدارهای بخش بتا کار میکنه. یعنی شما چه برای سرما، چه برای گرما، نمیدونم چه برای نور، اینو میتونین استفاده کنین. میتونه این لامپی عمل کنه، این بخاری عمل کنه، این یخچال عمل کنه. و خب کلا کاربرد این بخش همینه. و خب حالا بخش آخری که میمونه بخش ریموت ترانسفره، که حالا شما وقتی اینو یاد بگیرین من بخوام بهتون کاربرد دقیقش رو نشون بدم. مثلا اگه بخوام دقیق گفته باشم، شما میای رو مپ، هر چقدر دور که دلتون میخواد، یه نوع تلپورت انگار، هر چقدر دور که دلتون بخواد روی این، حالا هر کدوم از اون به اصطلاح بکاپ ها که هر جای مپ گذاشتین شما روش یه دونه راست کلیک کنین میتونین تلپورت کنین. یه نوع تلپورت و عملا روی اون بدن اسپام میشین. میتونین مثلا یه بدن رو بذارین تو خونتون، یه بدن رو بذارین تو لونار آیلند و هر وقت خواستین راحت بینشون جابجا بشین. و این چیزی که خیلی به اصطلاح چیز خوبی است تو اسکیلاب و من این یکی هم پیشنهاد میدم و با این خیلی راحت بخش چسی تموم میشه. اگه اطلاعات فرعی نیاز باشه بهتون بگم خب براتون میذارم، ولی صرفا میگم اطلاعات خاصی نیاز نیسته. یعنی عدد و ارقام الکی من نمیذارم برای گیج شدن، چون باعث گیج شدنتون میشه. میگم عدد ارقام الکی نمیذارم چون هر کدوم بخوای محاسبه کنی صدم و هزارم میگیره که زیاد مهم نیست. صرفا بهتون میگم که کلیت کار رو بلد باشین کافیه و خب کلیت کار همینا بود. اسکیلای بعدی که داریم برای درونات هسته که هر کدوم از اینا یک به اصطلاح کار میکنن، که اینجا من بخوام بهتون نشون بدم. شما اولین درونی که دارین اینجا این روتو مپره که وقتی شما اینو بزنین، من بخوام بتونم فری کرافتینگم آف کنم نشون بدم، شما یاد میگیرین که یه دونه روتو مپر که هر ازش میتونین دوتا بسازینم بسازین. و خب این چی کار میکنه؟ این صرفا یکی از اون چیزاییه که من خودم دوستش دارم. به خاطر چی؟ شما این روتو مپر، حالا من جفتش هم میسازم که ببینید، چون حالا دوتا میتونیم بسازیم. میایین رو مپ، بعد میخواین باز کنین یه جای مپ رو، من اینو میفرستمش اکسپلور، مثلا میفرستمش سمت همین ریفت لونار مثلا، میام اوت آف رنج، البته الان رنجش کمه. و خواهی دقیقا همون جایی که من میخواستم بهتون توضیح بدم. ببینید الان شما دیدین رنجش کلا همون قد بیشتر نبود و خب اینا از یه جا شروع کردم برای مقایسه رنج از یه جا گذاشتمشون. ولی اگه من بیام
این بند خدا که مال زوممون بود، من اینو بیام استفاده کنم تو بخش بتامون. البته اینا الان رو مخن، ولی خب من بیام این اضافه کنم بهتون، یعنی بگم اینو عادی خودش کامل شد، بخوام بهتون نشون بدم تأثیری که داره. ببین الان این مپی که شما این روتو مپری که فرستادین از یه جای به بعد اوت آف رنج و خب کلا نمیره. و حالا همینو من که از همینجا اسپانش کردم، این یه فاصله دادم تقریبا. حالا من بخوام بهتون نشون بدم اگه تاثیر فکر کنم بتای چند بود، بذارم بهتون نشون بدم. کلا گفتم که تاثیرشو میذاره دیگه رو رنجش. قبل از اینکه فعالش کنین الان میبینین میتونه خیلی بیشتر از نسبت به اون یکی بره. رنج این یکی تا همین وسط ها محدوده و رنج این یکی یکم جلوتر. و خب میگم به ازای تعداد سرکتی که دارین یوز میدین تاثیرش بیشتره. تاثیر بیشتر این چی؟ یعنی رنج بیشتری داره پوشش میده. و خب رنج بیشتری که پوشش میده یعنی خب میتونیم بهتر ازش استفاده کنیم. صرفا برای باز کردن مپ ازش میشه استفاده کرد. و اسکیل دومیش هم که خودش داده میگه میتونی increase the range you may control روتو مپ. میگه اون رنجی که میتونین کنترل کنین روتو مپرتون رو افزایش میده، که اگه شما بیاین اینم باز اضافه کنین بهش میبینین که راحت تا خود لونار ریفت میره. و صرفا میگم این کلا برای اضافه کردن رنج اون سرکت رنجی که داریم برای همه سرکت ها صدق میکنه این. ولی این اسکیلی که حالا الان فعال کردیم فقط برای روتو مپره. چیز بعدی که یاد میگیریم حالا به اصطلاح درستش کنیم این ترانسپورته، که اگه من بخوام بهتون نشون بدم این وسیله، من دوباره باید فری کرافتینگ رو آف کنم. این وسیله دقیقا یه چیزی هسته که خب خیلی نیازش دارم بهتون نشون باید بدم این چجوری کار میکنه. شما یه لول 1 داره و یه لول 2 داره اگه بخوایم بسازینش. و خب فرقی که علاوه رسپی ندارن. این کارش چیه؟ اینجوری که مثلا من میام توی این آیتم ها رو میذارم، 3 تا اسلات داره، اینو دلیور میکنم به جایی که میخوام بره. مپ باید لود شده باشه، وگرنه از جایی که خارج از لود باشه نمیره. مثلا من اینو میخوام بذارم اینجا، اینو دلیور میکنم میره سمت اون جایی که من براش انتخاب کردم. و خب میام مثلا میرم سمت همون جایی که بهش گفتم بره اینجا. خیلی سرعت خوبی هم داره. این تو غارم حتی براتون جواب میده. خب این اومده اینجا و شما میتونین لوتاتون رو هر وقت خواستین ازش بردارین. لول 2 که اینجا من دیگه بازش نمی کنم. چرا؟ چون فرق خاصی نداره با لول 1ش. علاوه رسپی و اینا هیچ فرقی نداره. تنها فرقش اینه که این 3 تا اسلات جا میگیره از شما، لول 2 6 تا اسلات. یعنی کلا مثلا 3 تا از این 6 تا از اون، هیچ فرق دیگه ای نداره از این بابت. و خب بعدیش که من خودم دوستش دارم اینه که برق میزنه، شلیک الکتریکی میکنه. چیش باحاله اینه که شما اگه اینه که دارم میگم فری کرافتینگ رو آف کنم، این وسیله است که حالا بهتون باید نشونش بدم بفهمین منظورم چیه. این میمونه که مثلا به یه بچه یه تبلتی آیپدی چیزی داده باشی داره باش بازی میکنی. چون نشون بدم این دقیقا اینجوریه که شما روش راست کلیک میکنین با همون دکمه عادی A و W S و D جلو عقب و چپ و راست میشه. یه رنج خاصی داره، یه رنج بیشتر از WX دور نمیشه مگه اینکه سرکت رنج رو گذاشته باشین. و خب اینجوریه که میان اینجا با F شلیک میکنن به انمی. و خب اگه کلاک ورک باشن خب اینا یه کولدانی میگیرن و اگه نباشن خب فقط صرفا شوک میگیرن. با اسکیل لول 2 رنجش بیشتر میشه بر حسب چیزایی که گفته. و الان شما اینجا ببینین یه راه هم کلا داره اینا رو شارژ کردن که آخر ویدیو وقتی اسکیل تیری تموم شد بهتون میگم. الان میتونن یه محوطه بیشتری دورشم از کرکترم. و خب این نواری که این بغل هست بهتون نشون میده که چقدر مونده و چقدر میتونین دورشین از به اصطلاح کرکتر و وقتی که دیگه به آخرش برسه نمیتونین دورشین. و گفتم که میتونین اینم با استفاده از همین مداری که رنج افزایش میده با همچنین با اسکیل بتا میتونین اینو
رنجش رو افزایش بدین و خب با حساب این الان درونامون هم تموم میشه و بخشای آخری که میمونه افینیتی ها هستن که صرفا افینیتی ها خیلی باحالن. به دید من شاید قوی نباشن ولی خب باحالن. بذاریم بهتون نشون بدیم و با این تقریبا کار ما تمومه. اومدیم با شادو افینیتی. ببینیم برای شادو افینیتی شما چیزی که اتفاق میفته شما میتونین پوسز شادو اتریوم و نایتمر فیول رو یوز بدین و خب اینجوریه که شما اول همه بخوام بهتون بگم شما نایتمر فیول رو این یه اسلات وقتی شما شادو افینیتی رو باز میکنین یه اسلات اینجا براتون باز میشه که میتونین این ستا رو توش بذارین. اینجوریه که شما میاین یه آیتمی رو برمیدارین یه سایه مانندی در میاد و یه آیتمی مشابهش رو براتون برمیداره. باید نزدیک باشه چون از یه رنج دورتر این کارو نمیکنه و حتما مشابه لازم نیست باشه. مثلا نگاه کنین من این آیتم ها رو میذارم اینجا و مثلا من اینو برمیدارم میاد شادو اینو برمیداره نمیدونم مثلا اینو برمیدارم آیتم بغلیشو برمیداره نزدیک هم باشه. صرفا اگه شما مثلا یه فارم توینگز و نمیدونم کاتگرس و اینا داشته باشین بغل هم باشه این میره براتون برمیداره. البته مکانیزمش توی آپدیت بعدی عوض شد یه سری سازه جدید داد درون داد خودش دوباره که البته میگم این دیگه چون برای ورژن کرکتینگ من این آخر ویدیو کامل توضیح میدم. صرفا همینقدر در این باره بدونین. برای شادو اتریوم اینجوریه که خب این از شادو پیسز گرفته میشه. خب برای اون ایونت حالا ایونت فرعی شادو پیسز برای نایتمر فیوله که بزن یه مشکلی پیش اومد. حالا من بخوام بهتون بگم اینا رو اول بندازم زیادم شروع نباشه بهتون نشون بدم. شما الان آیتم بعدی که میتونین یوز بدین هارته که اینجا شادو اتریوم حالا داریمش اینجا. شما اینو یوز بدین چه فرقی میکنه با حالت عادی؟ اگه سلاح های مختلف رو بگیرین دستتون فقط هم سلاح های ساید شادو نه هر سلاحی دمیج بیشتری میده باش و همچنین اگه شما اگه این اسکیل رو باز کرده باشین بتونین بین بادیاتون جابجا بشین. خب اونی که به اصطلاح من حالا با برم دوباره سمتش نمیدونم چرا اینقدر دور رفتم اون بدنی که تو شادو اتریوم فعال بوده یه اتفاقی براش میفته. اونم اینه که حالا من بهتون نمیخوام وقتتون رو بگیرم فقط یه پاز ریزی میکنم بهتون نشونش بدم. اول از همه که خود بدنه کو I think آره دور شد مثلش که ببینین یه همچین حالتی میاد دور بر آرمورتون یه سری ریشه تاریک هم میان دور بر آرمورتون که البته این یکم زمان میبره ولی خب من پاز میکنم بهتون نشون بدم چی کار میکنم. خب بخوام بهتون نشون بدم یه سری درختا در میاد اطرافش که خب شما میتونین اینا رو با تبر بکنین و آیتما رو فارم کنین و زمانی هم که میگم غیر فعال باشه صرفا میتونین کار بکنین. اگه اومد برشتش نگران نباشین تو میاد ذخیره میشه و خب این کارو میکنه. حالا یه حالت دیگه که بخوام بهتون بگم خیلی به نظر من بهتره نسبت به این بذاریم بهتون نشون بدم با این هارته که با بهتون نشون بدم اجازه بدین. خب حالا ببینین این دقیقاً تاثیرش مشابه تاثیر همین هارت عادیه. خب با این تفاوت که یک میمیک درست میکنه. یه سری توضیحات بیسیک بخوام بهتون بدم اصلا چجوری میتونین اینو بگیرینش. خیلی راحت شما بعد از اینکه انشن فیلور رو بکشین برین تو 1000 تو میمیکا زنده میشن چون ریفت و بخشید وقتی انشن فیول رو بکشین ریفت رو باز کنین میمیکا زنده میشن. یه سری چستا تو 1000 توان که دندون و چشم دارن و خب میمیکا اینجوری که اگه این هارت عادی رو بندازی جلوشون میخورنش بکشیشون اینو بهت میدم و خب بماند که اینا فرار میکنن باید تله داشته باشین بگیرنشون و خب اینا میذارین این تو. این کارش چیه؟ صرفا بخوام بهتون نشون بدم اگه
شما یه آیتم رو بندازین این پایین بغلش، حالا مثلا البته بنده خدا رفت خوابید، ولی خب کاری که میکنه ساده است. ایشون آیتم ها رو دوپلیکیت میکنه ولی با میمیک. البته این تا الان داشت اینجا میچرخید، یهو رفت لالا کرد برا ما. نمیدونم چه باگی خورده بود، ولی بخوام بهتون نشون بدم میبینین همچین موجودی از زیرش میاد مثلا اینور اونور میچرخه. و خب اگه من یه آیتم بندازم این اطراف، این بشر یهو چشش میاد بیرون، اینور اونور نگاه میکنه، چپ و راستش نگاه میکنه، یکم گیج میزنه، آیتم رو میبینه، میپره روش، میمیک یه تبر میسازه که خب این صرفا کپیه. و اگه شما یه دونه دیگه از این اگه یه دونه دیگه از این هارتا داشته باشین، میتونین از آیتم، حالا اون آیتمی که میمیکه استفاده کنین. اگه نداشته باشین غیب میشه. بذارین بهتون نشون بدم. الان مثلا من اینو میذارم، میتونم از البته نمیدونم، فکر کنم درست برش داشتم، میتونم از تبرش استفاده کنم. حالا اگه من همینو بردارم بخوام از تبر استفاده کنم، غیب میشه. میبینین میره واسه خودش، پی کار خودش. و خب این میشه آپدیت ما هسته. تو آپدیت بعدی یکم ریورک کردن، یکم تغییرش دادن و این صرفا کلیت شادو همینه. بریم سراغ لونار که لونار به مراتب باحال تره. و خب برای آخرین بخشمون یعنی لونار افینیتی، من بخوام به شما نشون بدم که این اصلا چه جوری است و چطور کار میکنه. اولین نکته‌ای که چیکار دارم میکنم، اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که شما باید بدونین که اگه میخواین از لونار افینیتی استفاده کنین، باید حتما بخش بکاپ شسی رو اوکیش کرده باشین. حالا وقتی شما لونارش رو اوکی بکنین، یعنی بازش کنین، شما میتونین یه رسیپی، یه وسیله جدید رو به شما میده که من حالا البته باید آف باشه بتونم بهتون نشون بدم چه وسیله‌ایه. شما میتونین یه همچین وسیله‌ای بسازین که 12 تا با دیتا میخواد و خب چیز خاصی نیست. حالا شاید بگین خب این به چه دردی میخوره؟ این دقیقا همون سوالیه که باید بهتون جواب بدم. ببینین شما اگه تو مپتون مثل مپ من ریفت باز باشه، یا نمیدونم لونار آیلند رو پیدا کرده باشین، یا تو غار حتی، یه سری روح دارن اینا، یه سری روح های که حالا نمیدونم تو ویدیو دیدینشون یه بار. این روح ها خب تسخیر میکنن بدن موجوداتا، ولی حالا بذارین نشونتون بدم چی بهتر نشون دادم. خب شما چه توی لونار آیلند باشه، چه توی ریفت، چه نمیدونم از این دستگاه های ایونت بکستف رو داشته باشین که بتونین باشون پیداش کنم، آهان، چه از این وسیله ها داشته باشین که مال چیه، وارباته، مال ایونت وارباته، هر کدوم اینا رو داشته باشین، چه بیاین توی این بخش غار، شما این موجودا رو میبینین. حالا نکته که داره چیه، شما با سنیتی پر بیاین توی این بخش غار که میرسه به فورگاتن نالج. خب شما بیاین توی این بخش یا تو لونار آیلند یا هر جا دیگه، شما بیاین یه دونه حالا به اصطلاح، من میخوام همه اسکیلاشو باز کنم، سر این همین قضیه من این دوتا هم باز میکنم. ببینید شما میاین این پایین یه دونه مثلا بکاپ شسی اینجا میسازین. خب این موجود دیدین الان میخواست منو بزنه، این موجودات دقیقا همونایی هم که نیازشون داره. یه بکاپ شسی اینجا میسازیم، بعد همون وسیله‌ای که الان با ایونت با اسکیل لونارمون باز کردیم و روش اینستال میکنیم. بعد میبینیم که این میره توی این وسیله و بوم زنده میشه. یعنی شما میتونید تنها چند نفره بازی کنید. حالا این چه وسیله‌ایه؟ اگه من بیام اینو بخوام روی اینا یوز بدم، میتونم بگیرمشون. وقتی بگیرمشون، گفتم این مال ایونت وکستفه، مال ایونت واربات اسخای میکنم. شما میایین و اینو روش استفاده میکنین. البته اسخای میکنین شما بر هر کدوم یه دونه اینا باید داشته باشین. میایین میزنینش روی این وسیله و تمام زنده میشه. میتونیم پس ساب کنیم به صورت اتوماتیک خودشون حالا برن توی ربات، یا میتونیم بگیرینشون که چون اول گیم اگه بخوایم استفاده کنیم، پس صرفا این گرفتنشون ملاک نیست و باید ساب کنیم خودشون برن. و خب میبینین که ربات ها دنبالتون را میفتن. ربات ها هر وسیله‌ای که بهشون بدین میگیرن دستشون، هر کاری شما بکنین میکنن، شما داج بدین اونا هم داج میدن. شاید یکم احمق بزنن ولی خب صرفا خیلی ربات ها
چیزای خوبی هم صرفا دیده من که من خوشم میاد حالا ازشون، باحالن، کلون میتونن خودش بسازه. مثلا درخت بزنیم اینا هم تبر میگن دستشون درخت میزنن، نمیدونم به یکیشون شمشیر بدی شمشیر میگن دستشون شمشیر با شمشیر میزنن، مثلا الان با تبر میزنن بعد خوره یکی دستشون خالی میزنن. نکته‌ای که داره، اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ربات‌ها با وسایل شادو خیلی کمتر دمیج میدن و با وسایل لونار بیشتر، حد دمیجشونه با سلاح عادی هم کلا فکر کنم نصف دمیج میدن. مهمترین نکته اینه که خب اینا با شادو نمیتونن دمیج بدن، خب منطقی دیگه لونارن، با شادو دمیج خیلی کمی میدن و صرفا اگه وسایل لوناری بهشون بدین خیلی چیزای اوپی میشن. و خب همه این به اصطلاح چسیایی که شما زنده میکنین هم سنیتی دارن، هم هلس دارن، هم هانگر دارن. فرض کن یه پلیر عادیه، شما میتونین بهشون غذا بدین که زنده بمونن مدت زیادی و همچنین اگه بغل یه جایی باشن، یعنی در معرض جایی باشن که سنیتیشون بیاد پایین، یه حدی بیا پایین تر، خب غیر فعال میشن، دمیج بخورن بمیرن، غیر فعال میشن. حتی من خودم مثلا فکر بتونم بکشمشون. آره به این دمیجشون من خودم بدم وان شات میشن، چون حالا خودمون فعالشون کردیم و خب روح ازشون خارج میشه و اگه دوباره بخواین فعالشون کنین باید دوباره اون دستگاه دستتون باشه بذارینش اونجا و همون پروسه قبلی تکرار میشه. و صرفا میگم باید حواستون با هانگر و سنیتی و هلسشون باشه، چون میمیرن و بمیرن روح ازشون خارج میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که میتونین اون مدارایی که بهتون بخش اول یاد دادم، تمام مدارا رو میتونین روی این بدنای کلونتون یوز بدین و همه اون مدارا رو میتونین استفاده کنین و حتی حالا توی آپدیت جدید یکم عوضش کردن، حالا نمیدونم میشه یا نه، فعلا برای من که نشد. اینجوریه که خب میتونین حتی ازش موانع اینونتوری متحرک استفاده کنین. الان من نمیدونم نشد برای من، شاید باشه، تستش باید بکنم. و خب کلیت این همین بود و بریم بالا. و خب اینم از این و تنها چیزی که مونده بهتون بگم اینه که اگه میگم به فرض مثلا شما کاری کنین که مثلا میگم سرکتی بذارین، سرکت ها بعد بیان دستتون میاد دست اصلتون بکنین چارج بارتون خالی شه، به ازای 10 سنتی که ازتون کم میکنه اگه بیاین به این مثلا جنراتور وینونا یا یه دونه از این لایتین رادایی که بهش البته رد نموکنه، خب به یه دونه از این لایتین رادا در حالتی که برق گرفته باشه، یعنی بهش رد و برق خورده باشه، به ازای 10 سنتی که ازتون کم میکنه یه دونه چارج بار اضافه میکنه. و نکته دیگه وجود داره، شما از این سلاح یعنی مورنینگ گلوری اگه استفاده بکنین، خب حالا میخوام یه جا استفاده کنم یه درصدی ازش کم شد، مثلا روی بنده خودت بگیم خب مورنینگ استفاده کنیم یه درصدش کم میشه. یا خدا یا همه شما شما اگه بخواین میتونین توی آپدیت جدید میتونین چارجش کنین و فقط هم میتونین چارج کردن رو توسط این جنراتور وینونا یا گفتم لایتین رادی که بهش رد و برخوره انجام بدین. و این خب چیزی بود که ربطی نداشت به اسکیل تری ولی خب اضافه شده بود به همین آپدیت کرکتر و با همه اینا کرکتر WX تمومه. سعی کردم همه نکات رو گفته باشم. مثل تغییرات داره که ورژن بالاترش که گفتم آخر ویدیو توی وایسی بهتون میگم اگه یادم بمونه و اگه حجم ویدیو فضایی نشه. و خب دیگه با این حرفا چیز خاصی نمیمونه. حتما اگه نکته از جا انداختم بهم تو کامنت ها بگین و بهم بگین تو کامنت ها تا ویدیو بعدی در مورد چه کاراکتری من آموزش بذارم. و خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی، خدا. خب دوستان یه نکته که باید میگفتم در مورد اسکیل تری بود، چون یه ورژن بالاتر این ورژن هسته که برای اورجه. و خب ببینین دوستان کلیت تفاوتی که میکنه، شما کلا تو دو تا چیز تفاوت دارین تو اسکیل تریتون. یکی تو بخش شادو افینیتیه، یکی هم با یه اسکیل جدایی اضافه تر داره. اون اسکیل اضافه خب اسکیلیه که کلا فقط رنج همه وسایل زیاد میکنه، یعنی رنج درونا رو زیاد میکنه، نمیدونم رنج جیمی رو زیاد میکنه، کلا رنجا رو زیاد میکنه. همون عین همون تواناییایی که خود درونا هم دارن.
و در مورد شادو افینیتی تغییری که داشته، مثلا شما دیدین من تو ویدیو بهتون نشون دادم که شما با 2 اتریوم هارت و اون نایتمر فیول تونستین جایگذاری کنین. تفاوتی که میکنه یکی دیگهش اینه که شما میتونین پرهارر هم به عنوان سوخت میگم، به عنوان یک اهمی آیتمای قابل استفاده استفاده کنین و همچنین WX تو آپدیت بعدی میتونه مثلا نایتمر فیولا رو بخوره. وقتی نایتمر فیولا رو بخوره به جای چارج بارش یه اسلات فیول یه اسلات نایتمر میاد که سوخت موقت وقتی تموم بشه درجا برمیگرده به همون چارج بار اصلیش و خب به در میخوره برای زمانهایی که مثلا توی شرایط خرابی گیر کردین نیاز دارین سریع چارج بارتون دوباره پر شه و خب به در اون تو شرایط میخوره و میگم موقته. حالا فرقی که داره کلا نایتمر فیول و پرهارر 2 آیتمن که برای کالکتن و 2 هارت 2 آیتمن که برای مثلا حالا گفتم هارت عادی برای فایته و 2 آیتم هارت هم گفتم دیگه همون تغییرات عادیشونه. تغییرات اصلی که وجود اومده فقط سر یه موضوع، سر اینه که توی مثلا سلکت کردنش توی این ورژن دیدین مثلا من آیتمی برمی داشتم از زیر مثلا کاراکتر یه سایه می اومد یه آیتم نزدیکش برمی داشت. تو آپدیت بعدی یه سری درون اضافه کردن که وقتی شما مثلا نایتمر فیول یا پرهارر استفاده میکنین میتونین 2 تا 4 تا درون بسازین، 2 یا 4 تا درون بسازین که این درون ها هم همون حکم همون سایه رو دارن، میرن آیتم های مشابه و کالکت میکنن بهتون میدن و وقتی هم 2 تا قلبو بذارین مجاز این که دوباره یه نوع درون دیگه بسازین که این درون ها هم دوباره حالا نوع 3 تا یا 4 تا یا 2 تا یا 4 تا بود، به هر حال تعدادش همینقدره که اینا هم میان مثلا موقع انمی رو میزنین میان همراه شما بغلتون انمی رو اسکن میکنن که این اسکنی که اینا میکنن به انمی دمیج میده و خب میگم صرفا سر همین تغییرات بود که بین این ورژنی که من پلی میدونم با یه ورژن بالاتر. و خب بگم یه فرق دیگه ای که حالا بود برای سرکت چس مستر بود که وقتی شما گاما تینکرینگ 1 رو میگرفتین اگه شما ورژن اورج باشین این برای این سرکت هم گاما تینکرینگ 1 یه تغییراتی ایجاد میکنه، اونم اینه که WX میتونه هر کلاک ورک 5 تا رو انتخاب کنه، یعنی با 5 تا بیشا 5 تا روک 5 تا نایت رو دنبال خودش بندازه و همچنین هم کلاک ورک ها کلا نچرال میشن باهاش، یعنی کلا دیگه کاری به کارش ندارن، باهاش صمیمیان و میتونین استکش کنین، با استک تاثیرش میره بالا. کل نکات همین بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. من دیگه زیاد محاسبات رو قاطیش نکردم که بگم اینقدر درصد اینقدر کم کنیم اینقدر هزارمه، اینا دیگه واردش نکردم. واردش نکردم و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما اگه نکته‌ای بود که من نگفتم خوشحال میشم تو کامنت بهم بگینش و همچنین چنل من ساب کنین، این ویدیو رو هم لایک کنین چون خیلی بدبختی داشت مثلا که 3 بار مجبور شدم یه بخشش رو ادیت کنم چون 3 بار پاک شد و خب امیدوارم که به کارتون اومده باشه و حتما تو بخش کامنت هم بگین که دوست دارین ویدیو بعدی در مورد کی باشه و آموزش چه کاراکتری باشه. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.